بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و علی آل محمد كما صليت على ابراهیم و علی آل ابراهیم انك حمید مجید و بارک علی محمد و علی آل محمد كما باركت على ابراهیم و علی آل ابراهیم انك حمید مجید. سلام عرض میکنم. انشالله که هر کجا که هستید حالتون خوب باشه و در کنار خانواده یا دوستان یا همکاران یا همراهان یا هم غربتی ها هر گوشه دنیا که هستید ایام به کامتون باشه و در این روزهایی که نسبتاً داره هوا سردتر میشه جمعتون گرم باشه. اگر در جمعی هستید و اگر تنها هستید با یاد و ذکر الله متعال محفلتون گرم باقی بمونه. خوشحالیم از اینکه یک بار دیگر با یکی دیگر از برنامه‌های سفره دل در خدمت شما عزیزان و خوبان هستیم و بازم خوشحالم از اینکه یک بار دیگر این فرصت نصیب و این افتخار نصیب گردید که در محضر میهمان گرانقدر و عزیزی باشیم در داخل استودیو و میزبان نور چشم ما از راه دور جناب دکتر باشیم برای بررسی یک موضوع دیگر از موضوعاتی که مرتبط میشه به زبان. امان از دست این زبان، به قول خودمون تر امان از دست این زبان. چند هفته است که چند ماهه که ما و شما داریم درباره این زبان صحبت میکنیم. میگن که زبان سرخ سر سبز را دهد برباد. بعد خب یک سری ما معایبشو گفتیم، یک سری بیماری هایی که این زبان مبتلا میشه بهش. یک زبان که به هر حال گرچه قدرت زیادی نداره، در ظاهر یک تیکه گوشت بیشتر نیست، شاید حالا 100 گرم 50 گرم هم نشه وزنش، اما چنان قدرتی داره این زبان تیکه گوشت کوچولو که میتونه بزرگترین استخوان‌ها رو بشکنه، بزرگترین شخصیت‌ها رو در هم بکوبه و چنان قدرتی داره این زبان که میتونه در نقطه مقابلش زخم‌های بسیار بزرگی رو هم درمان بکنه، کارهای بسیار عظیمی رو انجام بده. این تیکه گوشت کوچولو که شاید بزرگترین به هر حال عضلات که به جای خود بزرگترین دستگاه‌های امروزی ساخت بشر هم نتونن همچین کاری رو انجام بدن. درباره زبان خوبان با شما صحبت می‌کردیم در برنامه گذشته و زبان‌های خوب، چه زبانی خوبه و اونایی که زبان‌های خوبی دارن چه صفاتی دارن، چه ویژگی‌هایی دارن، چه کار میکنن که میگیم انسان خوش زبونیه. حالا به هر حال یک تعریفی ما از خوش زبانی داریم و زبان خوب داریم و یک تعریفی دین مبین ما و شرع مقدس ما و کتاب الله از زبان خوب داره و زبانی که سالمه، زبانی که به هر حال فطرت سالم داره و اون زبان محمود و مورد تمجید و صفاتی که داره. در این برنامه درباره یک موضوع مهم میخوایم با شما صحبت بکنیم، از موضوعاتی که مرتبط میشه بخش اعظمش به زبان و صفتی که یکی از صفات زبان هست، درباره کم و کیفش. خیلی وقتا ما دور بر در جامعه اسلامی خودمون در منطقه‌ای که زندگی میکنیم کارهایی رو میبینیم که مورد پسند نیستن، کارهایی رو که ما اسم اونها رو منکر میگذاریم و انکار شده هستن و کارهایی هم هستن که کارهای خوبی هن، کارهای معروفن، کارهایی که مورد تمجیدن، مورد پسندن. در مورد دوم کارهای خوب خیلی وقتها کوتاهی میشه و کارهایی که باید انجام بشه انجام نمیشه و در مورد اول مواردی که منکر هستن و ناپسند هستن خیلی وقتها عده‌ای مبتلا میشن و این کارهای ناپسند رو انجام میدن. وظیفه من و شمای مسلمان در این باب چیست و زبون ما چی کار باید بکنه در این میدان؟ سکوت بکنیم یا اینکه بگیم خب هر کسی رو تو قبر خودش میگذارن، به من چه ربطی داره؟ موسی به دین خود، عیسی به دین خود و اگر باید حرف بزنیم چه موقعی حرف بزنیم، چطور حرف بزنیم، چه کسانی حرف بزنن و با چه افرادی در چه شرایطی صحبت بکنن و گفتگو بکنن. اینها مواردی هست که در این باب مطرح میشه، سوالاتی که در بحث امر به معروف و نهی از منکر در ذهن شاید بسیاری از عزیزان هست که امر به معروف و نهی از منکر اصلا چی هست و معنا و مفهومش و اینکه چه شروطی داره، چه اسبابی داره، چه کسانی باید این کار رو انجام بدن، اصلا به چه حقی باید
کسی بیاد و دیگران رو من بکنه از انجام یک کاری یا اونها رو امر بکنه به انجام یک کاری، آیا این حق رو اصلا داره کسی در چارچوب دین مبین اسلام؟ و به هر حال سوالات فراوانی که در این باب شاید مطرح میشه و احیانا بعضی از شبهات و اعتراضاتی که عده‌ای در مسئله امر به معروف و نهی از منکر مطرح میکنن. امروز میخوایم ان شاءالله به همراه شما عزیزان اگر تا آخر برنامه تحمل بکنید بنده رو و افتخار بدید که ان شاءالله به همراه همکاران بینندگان عزیز، همکاران و شما بینندگان عزیز برنامه رو به پایان برسونیم، ان شاءالله به جواب همه این سوالات خواهیم رسید. من از طرف شما و به نمایندگی از شما به جناب مولانا مجیب الرحمن انصاری عزیز که در داخل استودیو افتخار دادن و به برنامه خودشون تشریف آوردن سلام و ادب و احترام خودم رو عرض می‌کنم. جناب مولانا سلام عرض می‌کنم. تشکر. ما هم خدمت جناب حضرت شیخ استاد سلیمانی عزیز و همه بینندگان عزیز و گرامی عرض سلام و ادب و احترام دارم. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. اجازه بدید من با جناب دکترم عرض سلام و ادبی داشته باشیم، برمیگردیم خدمت شما. جناب دکتر، من هم و جناب مولانا و همچنین میدونم همه بینندگان عزیز هم خدمت شما سلام و ادب و احترام دارند. بعد هم خدمت شما بزرگواران جناب حضرت مولانا انصاری عزیز و جناب حضرت استاد گرامی هم جناب سلیمانی محترم و تمامی بینندگان عزیز هر جای دنیا که هستید عرض ادب و سلام و احترام دارم و امیدوارم که انشالله همیشه زندگی شادکام موفق پیروز باشید و امیدوارم هم که دوستان اتاق فرمان پذیرای سلام گرم من باشند، همچنین دستاندرکاران شبکه جهانی وصال حق و از این که منت دادید و منت نهادید بر من و این فرصت رو در اختیار بنده گذاشتید تا در کنار حضرت جناب مولانا انصاری باشم. خوشبختم و در خدمت شما. خواهش میکنم. باعث افتخار ماست. احمد جان کارگردان عزیز و به همراه محمد رفیع هم اینجا، احمد پشت دوربین وایساده دست تکون میده برای شما و سلام داره خدمت شما و همه دوستان اتاق کنترل. اجازه بدید جناب دکتر ما برگردیم داخل استودیو، صحبت رو با جناب مولانا آغاز بکنیم، ان شاءالله باز در خدمت شما خواهیم بود. جناب مولانا، وقتی که صحبت از امر معروف میشه و نهی از منکر، با توجه به اینکه به هر حال شما در این مجال سال هاست که فعالیت دارین و مشغول هستین، قبل از اینکه به خود اصل موضوع به هر حال تعریفاتش طبق عادت همیشه که برنامه بپردازیم، من دوست دارم که حس شما رو در باره این تعبیر امر معروف و نهی از منکر بشنوم. وقتی که این واژه گفته میشه چه چیزی به ذهن شما خطور میکنه، چه احساسی به شما دست میده و چه به هر حال شاید خاطرات تلخ و شیرین زیادی حتما در خاطر شما هست. اولین چیزی که به ذهن شما میرسه چیه در مورد امر معروف و نهی از منکر وقتی که فکر میکنید بهش با توجه به سابقه دعوی که دارید؟ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فليغيره بلسانه فإن لم يستطع فليغيره بقلبه وذلك ضعف الإيمان. رواه مسلم أو كما قال صدق النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. قبل از اینکه پاسخ به سوال شما در ابتدای برنامه، چون همه دوستان سلام کردم و استاد بزرگوارمان جناب استاد عزیزمان جناب دکتر عمرای عزیز حفظه الله، یک سلام خاص دارم خدمت استاد بزرگوار که در ابتدای برنامه اگرچه عمومی سلام کردم ولی خصوصی چون یک محبت خاصیه و مقام استازی به ما دارن، الله سبحانه و تعالی ایشان و امثال ایشان را حفظ بفرماید. مسئله امر به معروف و نهی از منکر، شما پرسان کردیم که وقتی صحبت از امر به معروف میشه و صحبت از نهی از منکر میشه در ذهن شما چی خطور میکنه؟ حالا شاید ذهنها متفاوت باشه. در ذهن ما وقتی که صحبت از امر به معروف میشه و صحبت از این مسئله‌ای که
مرتبط به وحی الهی واقعا از یک طرف بسیار یک حس خوبی برای ما دست میده، چون قضیه که مسئله سعادتمندی بشر و سعادتمندی جامعه به ارتباط داره. از یک طرف دیگه وقتی میبینم که در بین امت اسلامی این موضوع کمرنگ شده، طبیعتاً اندوهناک میشم و غمگین میشم. به هر حال میخوام که این اشاره کنم که خودم شخصاً در این راستا چون تا اندازه و ذره و قطره‌ای که خداوند لطف و احسان کرده پیرامون امر معروف و نهی از منکر از دیدگاه قرآن و احادیث ما لطف پروردگار شده و ذره معلوماتی که دارم، این یک مسئله جدید نمیدانم که مسئله جدیدی باشه برای ما و بالاخره در این راستا، بلکه این فرمان خدایه. اما در اینجا من میخوام این اضافه کنم و این که بعضی از افراد جامعه ما متاسفانه وقتی نام امر معروف و نهی از منکر میشنون بسیار وحشت زده میشن. چرا؟ من قبل از اینکه چرا جواب بدم میخوام این بگم بعضی از انسان ها وقتی مثلا اداره امر معروف در یک کشور ببینه، مثلا من وقتی که موقعی که در حج آمده بودم در مدینه منوره و اینها، برای من که خیلی لذت بخش بود، من موتر هیئه امر معروف وقتی که میدیدم خیلی لذت میبردم. ماشینی که اسم هیئه امر معروف و نهی از منکر که وقت نمازها گشت و گذار داشت و اینها، بناهن شاید افرادی رو میدیدن و لذت رو نمیبردن و بسیار بسر فکر از اونها، مفکوری از اونها یک سلسله تشویش ها ایجاد میشد. چرا که فرمودیم متاسفانه که افراد جامعه ما، اونهایی که در قضیه امر به معروف و نهی از منکر یا بی‌تفاوتن یا اینکه در مقابل عکس العمل نشان میدن یا دید خوبی ندارن، من میتونم به این تعبیر بگم که دید اونها یک دید طفلانه. نمیگیم خدای نخواسته، متهم نمی کنیم به بحث جهل و به اینها، دید اینا دید طفلانه. مسئله امر به معروف و نهی از منکر میتونیم بگیم که این به منزله یک واکسیناسیونه. یعنی وقتی طفل بخوایم او واکسین بزنیم و امون مراحل ابتدایی که در واکسین داره، خب طبیعتا در ذهن طفل او سوزن میآیه و آمپول میآیه و بالاخره شروع میکنه به گریه، اما عواقب وزیر نمیفهمه و نمیدانه که چی جایگاهی داره بر روح ازی و روان ازی و در فکر ازی و در اندیشه ازی. بناهن به همینه که بزرگان میفرمایند که مثل که در جامعه واکسیناسیون یا واکسون لازم و ضروریه و مسئله‌ای که جلوگیری از امراض مختلف میکنه، امر به معروف و نهی از منکر هم جلوگیری از ابتلا به بیماری های روحی و روانی و اینها داره. در حقیقت من یک مثال بیان میکنم تا ای که بیننده های عزیز و گرامی در این قضیه خوب متوجه بشن که انسان چی احساس داره. بزرگا مثال بیان میکنن قضیه امر به معروف و نهی از منکر و اشخاصی که در این راستا سکوت میکنن و اشخاصی که مثلا دوچار منکر هستن و یک عده امر معروف و نهی از منکر ندارن. و لفظی که شما در ابتدا اشاره کردیم که امروز متاسفانه بین جامعه اسلامی ما الفاظیه که عیسی به دین خو، موسی به دین خو، یا بز به پارچک خو، میش به پارچک خو، تور به قبر میگذارن، مر به قبر میگذارن. اینا حرفاییه که من به صراحت بارها و بارها گفتم که اینها حرفای استعماره در بین امت اسلامی افتاده. یک مثالی بیان میکنن که بزرگا که چند نفر در کشتی سوارن و اینها راهی سفرن. یک شخص در چوکی که نشسته برمیخیزه در زیر چوکیر شروع میکنه که به سوراخ کردن کشتی، کف کشتی سوراخ میکنه. آیا سرنشینان کشتی و کسانی که در کشتی قرار دارن در مقابل از این چه کار میکنن؟ مسلما برخورد میکنن، دستگیر میگیرن. به خاطر چی؟ به خاطر این که اگر
او سوراخ بشه کف کشتی، خب آب داخل کشتی بیایه، همه سبب میشه. هلاکت همه میشه. تنها همه اون سفر غرق میشن. اون سوار کشتی نیست، همه مسافرای کشتی هستن. همه مسافر. جان همه به خطر میفته. در این راستا وقتی که این شخص کشتی سوراخ میکنه کف کشتی، خب حالا این دلیل میگه من آزادم، آزادی رو دوست دارم، نمیام کف چوکی شما رو به بالاخره محلی که شما نشستیم من کار ندارم، من از آزادی که دارم زیر چوکی خود را سوراخ میکنم، محلی که خودم نشستم، محلی که خودم نشستم. و همچنین اگر هلاکم میشم در محل خودم قرار دارم، خودم هلاک میشم. این فکر و مفکوره او اشخاصی که دچار منکر و اینهاین. اما میمونه قضیه اشخاص دیگه، آیا او به حال از این رها میکنن؟ نخیر، هرگز. چون یقین میدانن که اگرچه او در محل خود باشه و جای دیگر کشتی باشه و او وقتی سوراخ بشه و آب داخل کشتی بیایه، سبب هلاکت و از بین رفتن تمام کشتی و اشخاصی که در او کشتی قرار دارن. پس این علما و بزرگا به این بیان میکنن که قضیه امر به معروف و نهی از منکر، کسی که در جامعه دچار منکره، دچار اشتباه میشه و بالاخره در با فعلی از افعال بد گرفتاره، خلاصه اشخاص دیگری اگر به او راهنمایی نداشته باشند و او متوجه نسازن، چون وقتی که عذاب الهی بیایه همه در بر میگیره. پس بناهن من خود شخصا وقتی که نام امر به معروف و نهی از منکر میشنوم، چون میفهمم که سرنوشت امت اسلامی در همینه و مسئله یعنی از هر لحاظ، یعنی ما و شما وقتی که در برنامه گذشته پیرامون مسائل امن و امنیت و مسائل امنیت جسمی، روحی، فکری و بالاخره اینا همه صحبت کردیم، در جامعه‌ای که امر به معروف و نهی از منکر باشه، او جامعه در حقیقت به یک راحتی زندگی میکنه از هر لحاظ، از هر امکانات. اما جامعه‌ای که امر به معروف و نهی از منکر نداشت، به تعبیر حدیث پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم که میفرمایند که هر جامعه‌ای که این فریضه الهی، این واجبی که از واجبات الهی هست ترک کرد، او جامعه انتظار عذاب را بکشن. حالا در از او جامعه شاید انسان‌های سر به سجده باشند، شاید انسان‌های در نماز باشند، در قیام باشند، در رکوع باشند، در صیام باشند و بالاخره در عبادات نوافل و فرایض و اینها مصروف باشند. وقتی عذاب آمد همه فرا میگیره. پس بناهن مسئله امر به معروف و نهی از منکر که چی برای خودمه و تأکیدی که برای بیننده ها دارم، این مسئله جدیدی نیه. این یک حکومت و یک نظام وضع نکرده. این به اصطلاح بگم سازمان امن و سازمان ملل و بالاخره فلان و فلان، اینها نیامدن که بشینن جلسه کنن، مشوره کنن، بیایم یک عنوان به نام امر به معروف و نهی از منکر بگذاریم که بین بعضی کشورها و اینها. نخیر، به هر جامعه‌ای که بخواهه که در امن و امان فکری و جسمی و روحی و روانی قرار بگیره، باید که امر به معروف و نهی از منکر داشته باشه. خیلی ممنون. اجازه بدید در خدمت جناب دکتر هم باشیم. جناب دکتر، حضرت مولانا امر معروف و نهی از منکر رو یک واکسنی تعبیر کردن که برای واکسینه کردن جامعه از بسیاری از بیماری ها و مشکلات ما نیازمندیم و باید این عمل انجام بشه، هرچند که به هر حال پذیرشش هم تلخ باشه برای عده‌ای. دوست دارم بیشتر درباره خود این واکسن به تعبیر جناب مولانا صحبت بکنیم. وقتی ما صحبت از امر معروف داریم و نهی از منکر، معنا و مفهوم و مراد ما از معروف و منکر چی هست؟ برای شناخت اول واژه‌های اساسی این تعریف. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله و صلاة و سلام علی حبیبنا و مولانا رسول الله و علی آله و صحبه و من والاه. وقتی ما میگیم امر به معروف و نهی از منکر، ما در واقع دو تا واژه متضاد رو در کنار هم قرار میدیم. اصلا در مسیر زندگی ما، در مسیر بسیار زندگی بشر، این دوگانگی همیشه وجود داره. یه حقی داریم، یه باطلی داریم. یه خشونت و سختی داریم، در مقابلش یک لطف و بسیار نرم خویی داریم. یه خوبی هایی داریم، در مقابلش یک بدی هایی داریم. معروف یعنی خوبی. امر به معروف یعنی دیگران رو به خوبی ها امر کردن، تشویق کردن، اونا رو توصیه کردن که کار خوب انجام بدیم. این واژه رو ما هم نمیگیم نهی از منکر و امر به معروف، بلکه میگیم امر به معروف و نهی از منکر. امر به معروف
توصیه کردن افراد به خوبی ها این آسون تره، خیلی هم راحت هست که ما افرادی رو به اصطلاح بیاییم توصیهشون کنیم کار خوب کنن، اعمال خوب انجام بدن. خب خوب چی هست؟ خوب هر آنچی که ما مثلا میتونیم اون رو علنا انجام بدیم، افتخار میکنیم که به ما رو نسبت بدن یا اون کار رو انجام بدیم، خوشمون میاد که مردم ما رو ببینن وقتی این کار رو انجام میدیم، کارهایی که به اصطلاح توش رضایت و به اصطلاح رضایت خداوند باشه، هدفمون رسیدن به اجر و پاداش اخروی باشه. هر آن کاری که مثلا ما بتونیم برای خدمت مردم انجام بدیم، هر اون چیزی که دین، اخلاق و مرام خوب ما رو به سوی اون تشویق میکنه، همه اینها در زیر چتر معروف یا خوبی جا میگیره. در مقابل اینها منکر هست و منکر هم اون چیزای زشت، اون چیزای بد، هر اون چی که ما مثلا خوشمون نمیاد کسی به ما بگه که آقا فلانی فلان کار رو انجام میده، یا ما خوشمون نمیاد جلوی مردم این کار رو انجام بدیم. بد رو همه میدونن، حتی حیوانات هم بد و خوب رو تشخیص میدن. همیشه ما این مثال رو میزنیم که وقتی یک گربه ای رو شما چیزی میدید، کنار شما میشینه به اصطلاح اونو میخوره و خودش به شما هم میماله، تشکری هم میکنه. اما وقتی که به اصطلاح چیزی رو خودش برداره بدون اجازه شما، خب فرار میکنه، از چشم شما به دور میره، چند روزی اصلا تو طرفای شما پیداش نمیشه، شما رو ببینه از دور فرار میکنه. این به خاطر چی؟ احساس کرده که یک کار بدی، یک اشتباهی، یک کار زشتی رو انجام داده. منکر همه این چیز هاست. حالا این منکرات و زشتی ها چه در جانب اخلاقی باشه، چه مسائل اجتماعی عمومی باشه، چه در قضایای علمی و فرهنگی باشه، چه قضایای به اصطلاح سیاسی باشه و چه در قضایای عقیدتی و عبادتی باشه، سلوک، رفتار، گفتار، کردار ما، همه اون چیزایی که از مسیری که به اصطلاح بهش خوبی میگن دور باشه، این رو میگیم منکر. و این منکر و امر به معروف و نهی از منکر، این یک ویژگی شناختی و یک هویت این امت هست. وقتی ما میخواییم که مسلمون رو معرفی کنیم، تنها مسلمون رو با شهادت و نماز و زکات و روزه و حج نمیشه به اصطلاح معرفی کرد، بلکه در کنار این باید یه ویژگی دیگه، یک هویت دیگه ای که به اصطلاح پا میگذاره برتر از قضیه عبادی محض، میاد عبادت رو با سلوک، با رفتار، با وضعیت جامعه گره میزنه. واسه همینه که بسیاری از علما وقتی میان میگن که به اصطلاح فرایض دین اسلام چند تاست، میگن 6 تا. 5 تاش همونی که ذکر کردیم، شهادت و نماز و روزه و زکات و حج. 6میشو میان میگن که امر به معروف و نهی از منکر. و این هم در واقع برگرفته شده است از آیه کلام الله مجید که به اصطلاح خداوند منان در سوره آل عمران این امت رو، هویت، شناخت هویتی این امت رو وقتی معرفی میکنند، میفرمایند کنتم خیر امت اخرجت للناس، شما در بین ملت ها و امت های ویژگی خاص دارید و بهترین این امت ها هستید که شما رو انتخاب کردیم و گذاشتیم، برتری دادیم در بین مردم. این ویژگی ما چی هست؟ تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر، شما امر به معروف میکنید و نهی از منکر میکنید. وقتی ما این ویژگی رو ترک کردیم، میشیم مثل سایر امتها و در واقع ما امروز این بحرانی که در محیط جامعه باش روبرو هستیم، در محیط کوچیک خانواده و در محیط کوچیک شخصیتی هویتی خود فردی و در محیط به اصطلاح جهانی ما باشه درگیر هستیم و گریبانگیر ما هست، این است که ما هویت خودمون رو از دست دادیم. این هویت خود امر به معروف و نهی از منکر دلالت بر چی داره؟ چرا من بیام مثلا یه چیز بدی رو میبینم دیگران رو ازش نهی کنم، برحذر بدارم، یا یه چیز خوب میدونم چرا دیگران رو بهش تشویق کنم؟ این خودش نشانگر و بیانگر این هست که من مؤمن باید قلب پدرانه داشته باشم، حس مادریت و پدریت بر دیگران داشته باشم، حس یه نوع دلسوزی داشته باشم، خوبی رو از سرشت خودم بدونم، از فطرت خودم بدونم که
به سوی خوبی به صورت مردم رو دعوت کنم، خوبی رو در جامعه و در هر جایی که هستم، حالا این جامعه هر جامعه‌ای که میخواد باشه، جامعه اسلامی باشه یا غیر اسلامی، در هر محیط انسانی و غیر انسانی حتی، من سعی کنم که خوبی رو به صورت منتشرش کنم و شایعش کنم و بدی رو جلوشو بگیرم، مردم رو از زشتی ها و بدی ها و پلیدی ها دور کنم. این حس خودش به من به اصطلاح آقایی میده، به من سروری میده، به من این حس پدری رو میده در مقابل محیط جامعه خودم. وقتی میگیم جامعه یعنی کل جامعه، چه حالا جامعه بشری باشه حتی چه غیر بشری، حتی در محیطی که هیچ کسی نیست. یعنی من مؤمن حق ندارم حتی اگر سر دریا بودم اونجا هم با آب به اصطلاح آب دریا رو آلوده کنم یا کار بدی انجام بدم یا اسراف کنم. تو کوه و دمن بودم حتی حق ندارم محیط زیست رو به اصطلاح داغون کنم و از بین ببرم. پس این شعور و این ویژگی خاصی که یک مؤمن داشته باشه، این مؤمن رو این به اصطلاح لیاقتش میده تا به اصطلاح بتونه خیر امتون اخرجت للناس باشه. در غیر این صورت با فقدان این ویژگی هویت خود مؤمن و ایمانی فرد متزلزل میشه و زیر سوال میره. جناب دکتر، در تعریفی که شما از معروف و منکر داشتید اشاره فرمودید که معروف اون چیزهایی است که ما در جامعه اون رو نیک میدونیم و خوب میدونیم و به هر حال مورد پسند ماست. حال اگر مثلا احیانا در جامعه در موضوع خاصی یک برداشتی هست که این موضوع رو نیک میدونن، خوب میدونن، بد نیست مثلا این مثلا عمل یا کار یا فعل یا حرف، اما در جامعه دیگری همین بد دیده میشه. حالا معیار چی هست؟ ما در جوامعی که داریم به هر حال جوامع اسلامی و غیر اسلامی که به هر حال مسلمان‌ها که زندگی میکنن در اقصا نقاط دنیا، احیانا در یک منطقه یک کاری بده، منکره، اما همین رو می‌بینیم در گوشه دیگری از دنیا یه چیز عادیه. یعنی اصلا کلا شاید این رو یک مزیت هم بدونن. یک معیاری باید باشه که ما بتونیم تشخیص بدیم معروف رو و منکر رو که بر اساس اون باز امر به معروف و نهی از منکر بکنیم یا نه. این معیار چی هست؟ بله، شما به نقطه بسیار مهمی اشاره می‌فرمایید و اون اینه که احیانا منکر اونطور شیوع پیدا میکنه که به اصطلاح شکل ظاهریش معروف میشه. یه چیز زشتی هست، بدی هست، عریانی چیزی بدی هست. یکی اینی که به اصطلاح آدم لباس پوشش ناجور باشه، این زشت هست. حالا اینقدر این زشتی در جامعه ما به اصطلاح از چشم پوشی شده و همه این رو دارن انجام میدن. الان چون که همه انجام میدن سیاه سفید نمیشه، زشتی زشت هست، اما جامعه این زشتی رو به اصطلاح قبولش کرده، نوعی سکوت برش گذاشته. در مقابل مثلا به طور مثال در جامعه دختر خانمایی میان با لباسهای بسیار فاضح و ناجور میان پیش من که عمو هستم، وقتی که به اصطلاح برادرزادم میاد، خب چون که برادرزاده است نمیخوام که بسیار دلشو بشکنم، نمیخوام برادرم ناراحت بشه، سکوت میکنم. خب این دختر خانم من فکر میکنه که پوششش خوب است، عمو جان هیچی نگفت. خب این ادامه میده، جای دیگه همه سکوت میکنند و این شایع میشه در جامعه و پوشش میشه، یه پوشش نیمه عریان میشه، پوشش خانم ها، و ما فکر میکنیم که به اصطلاح این چون که جامعه انکار نمیکنه فکر میکنیم که این به اصطلاح منکر نیست. یا مورد عکسش هم درست که مثلا یه مورد به اصطلاح خوب باشه چون که جامعه این رو ترک کرده. مادر بودن یک صفت ویژه‌ای هست که هر جامعه بشری بهش نیاز داره، اما در جامعه اون چنان به اصطلاح زن رفته دنبال کار و به اصطلاح مردگونه شده که مادریت در غرب ضایع شده. حالا کسی مادر شد، کسی به اصطلاح صاحب 2 تا 3 تا 5 تا 10 تا بچه شد، جامعه بهش به چشمای به اصطلاح حیرت نگاه میکنه و ما فکر میکنیم که این شد منکر. حقیقت اینطور نیست. ما منکر و به اصطلاح معروف رو در جوامع اسلامی خب معیارها و موازین بسیار دقیقی داریم و اون هم معیار به اصطلاح قرآن کریم هست، سنت و فرمودهای رسول اکرم صلی الله علیه وسلم. در جوامع غیر اسلامی هم ما معیار داریم. معیار اصلی همون فطرت انسانی است. یکی فطرت انسانی است که به اصطلاح
خب احیانا مسخ میشه، جامعه اون رو مسخش میکنه و خودش رو به اصطلاح گول میزنه رو خود فطرت، یه سرپوشی میذاره که در این مورد ما میایم یه میزان دیگه ای داریم که اون میزان منفعت عمومی است. منفعت عمومی این خیلی مهم هست در جامعه. وقتی ما میگیم حرف از منفعت عمومی میزنیم، همین به اصطلاح قضیه‌ای که جناب حضرت استاد انصاری بهش اشاره که فرمودن جلوی رویمون میاد، که وقتی ما مثلا همین مثالی که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در حدیثی زدن که قومی داشتن سفر میکردن، کشتی است، 2 طبقه است، برخی زیر به اصطلاح طبقه پایین هستن، برخی بالا. حالا اینایی که پایین هستن هر آبی چیزی نیاز دارن باید از بالا رد بشن. خب بالا یا خوابند، استراحت میکنن، اینا با رد میشن، آقا آب بگیر، وضو بکن، دست و صورت بشور، لباس بشور. خب اینا با هم بشینن پایین و فکر کنن که آقا ما چرا بریم دوستای بالامون رو اذیت کنیم، همین کشتی رو به اصطلاح یک سوراخش کنیم، از اینجا از آب بگیریم چیزی که نیازمون باشه، چرا دوستای بالاییمون رو به اصطلاح اذیتش کنیم. اگر الان این افرادی که تو این کشتی هستن جلوی این رو نگیرن، همشون غرق میشن و اگر جلوشون رو بگیرن همشون نجات پیدا میکنن. در حقیقت این مثال یک جامعه هست که ما توش هستیم. بله واقعا این حرفی که این دوستان زیر به اصطلاح طبقه پایینی زدن همون حرفی که ما خیلی تو جامعه میشنویم، یعنی اینی که بابا ما چرا دیگران رو اذیت کنیم. اون کسی که میاد یک به اصطلاح منکری رو انجام میده، با این به اصطلاح با این گویش، با این نگرش اون رو مطرح میکنه که من کاری که من میکنم خیلی کار خوبی هست. در ظاهر هم این کارهایی که به اصطلاح این دوستان میکنن که نمیخوان بالایی رو اذیت کنن خیلی کار خوبی هست، اما نقطه بعدش چی است؟ نقطه بعدش مرتکب یک کاری میشن که در ظاهر باز این کار خاص خودشون هست. آقا در محوطه شخصی خودشون دارن این کارو میکنن، آقا در قسمت پایینی دارن خرابی میکنن، در بالا که چیزی نمیکنن، اما وقتی که غرق میشن تر و خشک با هم میسوزن. اینه که ما در جامعه وقتی هست، وقتی موردی رو میخوایم معرفی کنیم، وقتی آزادی رو میخوایم معرفی کنیم، آزادی فرد رو معرفی میکنیم در دایره گسترده تر که آزادی عمومی هست. فرد آزاد است به اصطلاح به صورتی که آزادی عمومی و آزادی دیگران رو خدشه‌دار نکنه. جامعه آزاد هست به اصطلاح، اما حق نداره که آزادی فرد و هویت فردی رو ضایع کنه. اینجاست که اگر ما این میزان فطرت و میزان به اصطلاح منفعت عمومی رو در هر جامعه‌ای مد نظر داشته باشیم، در جامعه اسلامی که جامعه ایدئال هست، به اصطلاح 2 تا میزان و قوت به اصطلاح شریعت که همون قرآن کریم و فرموده های رسول اکرم صلی الله علیه و سلم باشه، اینا رو مد نظر بگیریم، به اصطلاح هیچ موردی برای ما و هیچ اشکالی پیش نخواهد اومد. خیلی ممنونم جناب دکتر. برمیگردیم داخل استودیو، در محضر جناب مولانا هستیم. جناب مولانا، یکی از مسائلی که برای جناب دکتر هم اشاره فرمودن بهش، مسئله‌ای که در جامعه ما متاسفانه مطرح هست، این هست که خود خواهران و برادران مسلمان ما هم گهگداری وقتی که مسئله امر معروف نهی از منکر مطرح میشه، این موضوع رو مطرح میکنن که خب به هر حال اون در دین اجباری نیست و به هر حال اون مسلمانی هست. همین مسئله که شما جلوتر اشاره فرمودید که هر کسی رو در قبر خودش میگذارن و اون حساب خودش رو میده، من حساب خودم رو میدم. و احساس میکنم شاید این موضوع برمیگرده به این که عدم آگاهی نسبت به دستورات قرآنی و این تأکیدهایی که در قرآن کریم نسبت به مسئله امر معروف و نهی از منکر است، شاید این یکی از اسبابی باشه که برخی از خواهران و برادران ما همچین تصوری رو داشته باشن. چون مسئله نماز، مسئله روزه، مسئله حج، مسئله زکات بارها گفته شده، در قرآن آیاتش بیان شده و مطرح شده، اما مسئله مثل امر معروف و نهی از منکر کمتر حالا به هر حال مطرح شده در جمع‌های ما، در خانواده، حتی حالا یا اینکه در خانواده پدر رعایت میکنه که مثلا فرزندانش ناراحت نشن، دلشون نشکنه، مادر میگه بچه‌م دلش میشکنه، ناراحت میشه، همسر از اینکه همسر قهر نکنه، شب نذاره از خونه بره بیرون، شاید چیزی نمیگه، دوست از اینکه دوستش جدا نشه چیزی نمیگه. به همین خاطر این مسئله کم رنگ بوده. من دوست دارم درباره آیاتی که در قرآن مجید درباره امر معروف و نهی از منکر هست شما اشاره بفرمایید، آیاتی که هست تا ببینیم در قرآن کریم این موضوع چگونه مطرح شده. چون یقینا تمام بینندگان ما حتما در این مسئله که الحمدلله هم اتفاق نظر داریم که هر آن چیزی که قرآن کریم به ما امر میکنه بر دیدگان ماست و به هر حال بدون شک هر مسلمانی یکی از شروط اسلامش هم اینه که
باید به تمام آیات قرآن کریم بگه سمعنا و اطعنا. و درباره امر معروف در قرآن کریم برامون بگید و تصویری که قرآن کریم و تأکیدی که قرآن کریم درباره مسئله امر معروف و نهی از منکر داره. مسئله امر به معروف و نهی از منکر در قرآن عظیم الشان یک مسئله که آیات زیاده و آیات فراوانی در این باره بیان شده و نه تنها قضیه امر به معروف امروز در بین جامعه اسلامی، وقتی ما تمام مشکلات امت اسلامی رو وقتی ما بررسی میکنیم، عدم آگاهی از دینه، از اسلامه، از قرآنه. یعنی شما ببینیم که در صدر اسلام یک چوپان که وقتی دنبال همو گوسفند و شتر و بالاخره بود، وقتی می آمد در محضر نبی کریم صلی الله علیه و سلم و زانوی تلمذ میزد و شاگرد مکتب اسلام و قرآن میشد، میبینیم از او چه شخصیتی ساخته میشه و اشخاصی که اونا غرق دوران جاهلیت بودن، همین قرآن و خود بعثت نبی کریم صلی الله علیه و سلم تحول ایجاد میکنه که بدترین انسانها رو میایه بهترین انسانها میسازه. اما جامعه امروزی ما هم که وقتی فرزند کوشش میکنه که در بعضی قضایا پدر آزرده نشه، پدر فرزند آزرده نکنه و بالاخره همسر بین زن و شوهر بین دوست، اینا همه مسائلیه که عدم آگاهی از قرآن و احادیث پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم. خصوصا مسئله امر به معروف و نهی از منکر یک مسئله که خیلی جالبه که اصلا سر از این مسئله بحث نمیشه در بین خانواده ها، در بین جامعه، در بین مثلا حالا شما ببینیم در خیلی از نظامهای اسلامی، وقتی میگیم کشورهای اسلامی، خیلی از کشورهای اسلامی اداره یا یک وزارتی به نام وزارت اداره و بالاخره بخش امر معروف نهی از منکر ندارن، در حالتی که وظیفه یک فریضه، یک وجیبه، یک بسیار مسئله مهمه که آیات زیاده. و خیلی نکته جالبی که وقتی ما نگاه میکنیم که بین فقها خیلی از مسائل ما مسائل اختلافی داریم، حتی بین اهل سنت و جماعت شافعی، مالکی، حنبلی، حنیفی و بالاخره دیگه مذاهب حقیقی که هست و حتی مذاهبی که مسما و بالاخره یک پیوند به اسلام داره، حالا فرق ضاله هم که هست، باز هم سر از این قضیه وقتی امر معروف نهی از منکر باشه بحثی نیه، اختلافی نیه. ما هیچ گروهی نداریم که بگه که امر معروف نهی از منکر نیه. یعنی هیچ مسلمانی فقط اسمی که مسلمان باشه در این موضوع اختلاف نداره که در یک جامعه اسلامی یک مسلمان وظیفه داره که امر معروف و نهی از منکر داشته باشه در این قسمت. اما چرا در از این غفلت شده؟ چون امو اساسات اصلی و اساسی امر معروف و نهی از منکر ما نفهمیدیم و ندانستیم. آیات زیادی در این راستا هست که ما به طور خلاصه و فشرده بر سه محور که قرآن عظیم الشان اشاره کردن نسبت به امر معروف و نهی از منکر. محور اول اشاره به ترغیب و تشویق داره که مخاطب خود تشویق میکنه، ترغیب میکنه و در این راستا. محور دوم هشدار و تنبیه که متوجه میسازه به عقوبت کسی که ترک میکنه امر معروف و نهی از منکر و فضائلی که در کسی که انجام میده. محور سوم اهمیت خود و جایگاه امر معروف و نهی از منکر بیان میکنه. مثلا آیاتی که بر ترغیب و تشویق، مثلا سوره عصر شما وقتی یک نگاه اندازیم میبینیم که از سوره های مکیه، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا، خود می توصیه و اینها ای تشویق برای امر معروف و نهی از منکره. تواصل بالحق امر معروف توصیه. اما در از این جد نیامده که تنبیه باشه، نیامده هشدار باشه، فقط تشویق، ترغیب، تواصل، چون از سوره های مکی هست. و همچنین آیه مبارکی که از آیات مکی هست، خذ العفو وامر بالعرف وامر بالعرف. در از اینجا مسئله تشویق، مسئله ترغیب. و همچنین آیاتی که وقتی ما بحث از امر معروف و نهی از منکر داریم، اصلا یکی از وظیفه های عمده و اساسی انبیاء علیهم السلام که انبیاء علیهم السلام وظیفه اینا همی بوده که انسانها به راه خوبی،
فوز و فلاح و رستگاری سوق بدن و از راههای بد انسان ها رو بگردانن که جناب حضرت دکتر الله ایشان را حفظ بفرمای اشاره کردن بحث تعریف و توصیف لغتا و خود معروف و منکر. و همچنین آیاتی که در قرآن عظیم شان اشاره میکنه، مثلا حضرت لقمان پسر خور وقتی که متوجه میسازه میگه یا بنی اقیم الصلاة وامر بالمعروف و انهی عن المنکر. یعنی در امتهای گذشته هم جریان امر معروف و نهی از منکر و حتی میبینیم پدر پسر متوجه میسازه، متوجه باش که نماز رو برپا داشته باشی، متوجه باش که امر معروف داشته باشی، کارهای نیک داشته باشی، و همچنین امر میکنه به کارهای شایسته و نهی میکنه از کارهای بد و زشت و ناروا و اینها. و همچنین آیات دیگری که اگر ما یک توجه عمیق‌تر داشته باشیم، مسئله این که ما بهترین امت شدیم. این ویژگی بهترین امت به خاطر چیه؟ متاسفانه امروز خیلی از انسان‌ها بهترین بودن فکر میکنن که انسان سرمایه بیشتر داشته باشه، قدرت بهتری داشته باشه، بالاخره زندگی از او رفاه‌تر و مجلل‌تر و بالاخره آسوده‌تر باشه نسبت به دیگران. این شده یعنی بهترتر، در حالتی که امت‌های گذشته کوه‌ها رو می‌تراشوندن به خانه می‌ساختن، یعنی قوی‌تر بودن. امت‌های گذشته که امکاناتون از ما خیلی کمتر بود. بله. امت‌های گذشته یعنی در عرصه زور و قوت و من همیشه بارها و بارها این موضوع اشاره کردم که اگر قدرت برای انسان بهترین بودن رو میداد، فرعون به قدرت و جایگاه رسیده بود که ادعای الوهیت کرد و میبینیم قارون به سرمایه به جای رسیده بود که قرآن توصیف گنجا از او میکنه که کلیدهای خزانی از او بالاخره حمل بکنه. و همچنین مسئله که خود همین حسن و زیبایی که بعضی انسانها رو به خود مغرور کرده و اینها، که شاید همین وجهه بهترین بودن باشه. بعضی از علما اشاره میکنن که ابولهب به خاطر ابولهب میگفتن که یکی از توجیهات همین بود که چون چهره درخشانی داشت، یعنی زیبا بود، یعنی زیبایی ابولهب برای از او فایده نرساند، لهیب درخشش. بله درخشش و اینها، مثلا قدرت فرعون. بنابراین چیزی که مثلا برای بلال حبشی ارزش میده همین دین، همین اسلام و همین عمل کردن به همین آیات احکامات اسلامیه. قرآن اشاره میکنه کنتم خیر امت اخرجت للناس، شما بهترین امتین. این بهترین امت بودن به خاطر چیه؟ اخرجت للناس، شما بهترین امت بیرون کرده شدیم و بالاخره به خاطر چی؟ کنتم خیر امت اخرجت تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر، شما به خاطر که امر معروف داشته باشیم، نهی از منکر داشته باشیم. نکته مهم که بعد از این دو صفت که امر معروف و نهی از منکر میگه تؤمنون بالله، یعنی این به خاطر تأکید این قضیه که شما یک انسانی که در حقیقت به خداوند ایمان داشته باشه به این امر معروف و نهی از منکر پابندی داره. و آیات دیگری که الله سبحانه و تعالی اشاره میکنه که ولتکن منکم امة یدعون، در بین ولتکن منکم می باشه در بین شما یا از میان شما یک امتی، یک گروهی، یک جمعیتی، یک اشخاصی و بالاخره که اینها داره چی ویژگیان؟ ولتکن منکم امة یدعون الی الخیر و یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر، اینا دعوت به خیر میکنن، امر معروف میکنن، نهی از منکر میکنن. ادامه آیه میفرماید و اولئک هم المفلحون، اینها در حقیقت رستگارن، اینهایی که دارای ویژگی امر معروف و نهی از منکر هستند، اولئک هم المفلحون. همچنین آیات دیگری که الله سبحانه و تعالی در سوره توبه اشاره میکنه والمؤمنون والمؤمنات، یعنی قضیه امر معروف، قضیه نهی از منکر به صراحت بیان میکنه که قضیه تنها مردها نیه، قضیه اینیه که فقط رجال فکر بکنن که این قضیه و بالاخره نه، وظیفه کل امت، وظیفه تمام بندگان الله سبحانه و تعالی که برای الله سبحانه و تعالی وقتی ایمان آوردن، به خدا رو به یگانگی شناختن و مؤمن شدن، خلاصه هر کی نماز بر اون واجبه، روزه بر اون واجبه، این هم واجبه. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، اینها در بین همدیگر محبت دارن. یعنی امر به معروف و نهی از منکر قضیه نیه که جنگ به بار بیاره،
از روی محبت و دوستی، از روی محبت دوستیه، از روی کینه، عداوت، دشمنی، انتقام نیه که ما در یک محفل و مجلس استاده باشیم و بالاخره بیایم امر معروف کنیم آبروی یک شخص رو ببریم، بیایم امر معروف کنیم با یک شخص تهمت و اتهام و بهتان و اینها بیایم بالاخره او خرد کنیم از لحاظ جایگاه و اینها. نه، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض. خب اینها وقتی که بین هم دیگر دوستن و محبن، اینا چه کار میکنن؟ بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر و یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة. بالاخره نماز برپا میدارن، زکات میدن و این مسائل. آیه بعدی که باز هم اشاره میکنه والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر، ادامه آیه میفرماید اولئک سیرحمهم الله. اینهایی که امر معروف و نهی از منکر میکنن، که نماز برپا میدارن، زکات میدن و بالاخره اینها کسانی هستند که مشمول رحمت پروردگار عالم میشن. اولئک سیرحمهم الله، کسانی که دارای این صفات و این ویژگی ها باشن، رحمت الله سبحانه و تعالی و مهربانی الله سبحانه و تعالی شامل حالت. ادامه آیه میفرماید که اینها جایگاهی از اینها جنات تجری تحت الانهار خالدین فیها، اینها در بهشت میرن و در اون باغ‌هایی که تعریف و توصیف شده از آن اونهاست. و رضوان من الله اکبر. از همه مهمتر کسانی که امر به معروف و نهی از منکر میکنن، رضایت الله سبحانه و تعالی نصیب از اونها میشه. ذالک هو الفوز العظیم. در حقیقت اینا به یک رستگاری بزرگ دست یافتن، اینهایی که امر معروف و نهی. بنابراین یک انسان وقتی لحظه فکر بکنه که در قضیه امر معروف و نهی از منکر بهشت نصیب از او میشه، در قضیه امر معروف و نهی از منکر رضایت الله سبحانه و تعالی از آن او میشه و فوز و فلاح و رستگاری از آن او میشه. و همچنین مسئله آیات قبل از آیات والمؤمنون والمؤمنات که بحث منافقین مطرح میشه، صفات منافقین خیلی مهمه. عکس این قضیه المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض یأمرون بالمنکر و ینهون عن المعروف. منافقین در بین جامعه همیشه تلاش میکنن که ترویج بدن منکر و مانع بشن و نهی کنن انسانها از کارهای شایسته و از کارهایی که این خیلی قضیه مهمیه. جناب استاد سلیمانی عزیز، امروز ما متاسفانه بعضی از مسلمانهای ناآگاه که همونطور که بیشتر اشاره کردیم که الله سبحانه و تعالی مسلمانها آگاهی و فهم قرآن و شعور اسلامی عنایت بفرمایه، امروز خیلی از مسلمانها در کناری که امر به معروف و نهی از منکر نمیکنن، خیلی از کسان ترویج به فحشا و منکرات دارن. یعنی عین این قضیه یأمرون بالمنکر و یأمرون بالمعروف و ینهون عن المعروف. در این قسمت میتونیم رسانه ها، اشخاصی که در رسانه های مبتذل کار میکنن و یک مسلمانه میآید در یک رسانه یک فیلم مبتذل پخش میکنه، یک حرف ناروار به زبان میاره و بالاخره در جای کار میکنه که در اونجا ترویج فسق و فجور و همکاری داره با اون، بالاخره همکار که ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين آمنوا منهم، کسانی که در بین جامعه فحشا ترویج میدن، الله سبحانه و تعالی اونها بسیار عذاب بسیار دردناک و عذاب سخت برای از اونها وعده داده. بنابراین مسئله امر به معروف و نهی از منکر در آیات قرآن عظیم الشان زیاده که شما ببینیم تنبیه بزرگی که بنی اسرائیل میشن، یعنی مورد لعن و نفرین قرار میگیرن. قرآن عظیم الشان اشاره میکنه لعن الذين كفروا من بني اسرائیل على لسان داود و عیسی ابن مریم ذلك بما عصوا و كانوا يهتدون. اینها چرا لعنت شدن بر زبان یک پیامبر؟ بنی اسرائیل چرا لعنت شدن؟ به خاطر چی؟ لعن الذين كفروا من بني اسرائیل على لسان داود و عیسی ابن مریم ذلك بما عصوا و كانوا يهتدون كانوا لا يتناهون عن منکر فعلوا. کسانی بودن که امر به معروف و نهی از منکر اینها ترک کرده بودن. همین شعارشان شده بود که هر کس اختیار خور داره، هر کس بالاخره جواب خور میده، هر کس به قبر گذاشته میشه، با ما ارتباط نداره. وقتی این حرفا به زبان بنی اسرائیل آمد، الله سبحانه و تعالی اونها رو لعنت کرد. ترک امر معروف و نهی از منکر و ساکت نشستن در مقابل منکر سبب لعنت یک قوم شد از طرف انبیاء بزرگ الهی. خب یقینا لعنت انبیاء لعنت الله سبحانه و تعالی. پس ببینیم که یک قضیه‌ای که هم در ابتدا یعنی در آیات و سور مکی بحث تشویق و ترغیب داره
و بعدا آیات نازل میشه که مسئله تنبیه و هشدار داره که متوجه باشیم که لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل، متوجه در این قضیه. و همچنین جایگاه این قضیه نشان میده که وقتی کسانی که امر معروف نهی از منکر کردن، بهشت، رضایت الله، فوز بزرگ، رستگاری بزرگ، همچنین اولئک هم المفلحون، باز هم که رستگاری. و همچنین در آیات زیادی که در مسئله امر معروف و نهی از منکر که این جایگاه و این فریضه الهی و این یک میتونیم بگیم که یکی از واجبات الهیه که آیات زیادی که حتی نه تنها که ما صراحتا بگیم که لفظ امر به معروف و نهی از منکر میایه، نخیر آیات دیگری داریم که ما از الفاظ قرآن عظیم الشان، از سیاق و سباق ما میفهمیم. مثلا و تعاونوا علی البر و التقوى ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، کلا مسائلیه که بحث امر معروف و بحث نهی از منکر و اینها مطرح میسازه. میفهمید که هر جا که امری است در آیات قرآن کریم امر به معروف است و هر جایی که نهی، صیغه نهی وارد شده، یقینا همون نهی از منکر است که میشه که بسیار فراتر از اون چیزی است که فقط به لفظ امر معروف و نهی از منکر ما در قرآن اکتفا بکنیم. اجازه بدید ما به همراه شما بینندگان عزیز سری بزنیم اتاق کنترل و اتاق فرمان. ان شاء الله میان برنامه رو میبینیم، به همراه شما عزیزان برمیگردیم. ان شاء الله باز همچنان در خدمت شما عزیزان هستیم با ادامه موضوع امر معروف و نهی از منکر. با ما باشید. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. قالوا أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قال إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به ولكني
لكم في ماء مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون. با سلام مجدد خدمت همه شما خوبان و عزیزان، همچنان با شما هستیم بعد از این تلاوت زیبا. حقیقتا تلاوت قرآن کریم برای بسیاری از عزیزانی که عادت کردن به صداهای دیگر، حالا اجازه بدید من تعبیر دیگه استفاده نکنم، یکی از مواردی که خیلی کمک میکنن به عزیزانی که مبتلا هستن و درگیرن با صداهای غیر از تلاوت قرآن و غیر از مطالب مفید اسلامی و سرودهای اسلامی، به هر حال صدایی که گوش میکنن، اگر حقیقتا لذتی رو که در شنیدن تلاوتهای قرآنی هست و آرامشی رو که بعد از این حاصل میشه برای انسان تجربه کرده باشن، بعید میدونم که حاضر بشن این لذت رو با اون توهمات و اون آرزوها و خیالهای خودساخته درونی حاصل از شنیدن غیر قرآن کریم عوض بکنند. و انسان وقتی که به هر حال به آوازها و سرودهای غیر اسلامی گوش میده و اون چیزی که به هر حال به اسم هنر موسیقی شناخته شده هست، حالا کاری روی بحث فقهیش بماند به جای خود، اما اون صحبتی که واقعا منصفانه کسانی که گوش کردن، صحبت من با اوناست یا گوش میکنن و عادت کردن و معتاد کردن خودشون رو به این صداها، یک سری تخیلات هست و یک دنیای خود ساخته و به هر حال باورها و تخیلات و یک کلبه‌ای در ذهنش انسان برای خودش ترسیم میکنه و یک کاخی برای خودش میسازه و تو رویاهای خودش به اون چیزایی که در زندگی نمیتونه دست پیدا بکنه یا کوتاهی میکنه یا تنبلی میکنه یا به هر حال نیازی هم نیست بهش برسه، اونا رو تو رویاهای خودش پرورش میده و تخیل داره و یک دفعه که برق قطع میشه یا باتری تموم میشه یا یک کسی خاموش میکنه، یک کلا همه چی خراب میشه رو سرش و حالش بدتر از قبل برمیگرده به حالت اولش. در حالی که تلاوت قرآن کریم و گوش کردن این صداهای زیبا هیچگاه انسان رو مضطرب و به هر حال تخیلی بار نمیاره و انسان به آرامش حقیقی دست پیدا میکنه. یکی از مواردی که یک دعوتگر باید مد نظرش باشه، یک بدیل باید همیشه معرفی کرد دیگه. میگم آقا اینو گوش نکن، چی گوش کنم؟ قرآن گوش کن قربون شکلت، بیا قرآن گوش کن و تلاوت رو گوش بکن و سرودهای اسلامی. جناب دکتر، بعد سلام مجدد خدمت شما. من دوست دارم همچنان ما در موضوع آیات قرآنی برداشت‌های شما رو هم در این مجال داشته باشیم از آیاتی که در باب امر معروف و نهی از منکر هست. قضیه امر معروف و نهی از منکر اونقدر در قرآن کریم پررنگ هست که حتی خود خداوند منان
در قرآن کریم به عنوان یک آمر به معروف و ناهی از منکر که همون یکی از ویژگی ها و صفت هایی است که خداوند متعال در توصیف مؤمنان ذکر فرمودن، این صفت و ویژگی رو خداوند متعال به صورت عملی به ما نشون میدن. در آیه 90 سوره نحل ما میخونیم که ان الله یأمر بالعدل والاحسان و ایتاء ذی القربى، خداوند امر میکنه به عدالت، به انصاف، به خوبی ها، به رسیدگی به خویشان و ینها عن الفحشاء والمنکر، و برحذر میداره، نهی میفرمایند از بدی ها و منکرات. و یعظکم لعلکم تذکرون، خداوند شما رو پند میده، اندرز میده. اندرز الهی به این صورت بود: امر کردن به خوبی ها و نهی کردن از بدی ها و زشتی ها. برای این که این به اصطلاح صفت اونقدر هام هست و مهم هست برای یک جامعه، خداوند متعال یک برنامه اداره جامعه رو به این صورت ترتیب داده که باید در هر جامعه یک کمیته تخصصی باشه، یک افرادی متخصص باشن در زمینه‌های مختلف علمی برای اصلاح جامعه و برای امر به معروف و نهی از منکر و ساختن جامعه. در سوره توبه آیه 122 میخونیم که خداوند متعال میفرماید و ما کان المؤمنون لینفروا کافه، همه مسلمانان و مؤمنون که نمیتونن برن متخصص بشن در زمینه دعوت، فلولا نفر من کل فرقه منهم طائفه، از هر گوشی، از هر گروه و فرقه‌ای یک گروهی، طایفه‌ای، افرادی اینا برند لیتفقهوا فی الدین، در دین متخصص بشن، فقیه بشن، بفهمن دینشون رو. ولینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم، وقتی که برمیگردن به سوی ملتشون اونها رو به اصطلاح راهش رو از چاه بهشون نشون بدن. این افراد متخصص یا کمیته تخصصی باید در هر به اصطلاح جامعه‌ای به توصیه قرآن کریم مثل این آیه و به آیه 104 سوره آل عمران ولتکن منکم امة یدعون الی الخیر، که در بین شما یک گروهی باشه، افرادی باشد که امر به معروف و نهی از منکر میکنن و اونها رو خداوند به اولئک هم المفلحون، رستگاران، معرفی میکنه. این خیلی مهم هست. در کنار این که گروه تخصصی یا کمیته تخصصی وظیفه فردی ضایع نمیشه. ما گفتیم که این ویژگی این امت هست، پس این ویژگی در سطح یک به اصطلاح کمیته تخصصی وجود داره، در سطح یک فرد هم باید باشه. فرد ویژگی خودش رو باید حفظ کنه، ویژگی به اصطلاح امر به معروف و نهی از منکر. خداوند متعال در آیه اعراف 199 سوره اعراف در وصف پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم که این توصیف برمیگرده به هر مؤمن و یک وظیفه هر مؤمن و مسئولیت هر مؤمن هست، میفرمایند که خذ العفو و امر بالعرف و اعرض عن الجاهلین، عفو رو سیمای خودت قرار بده، بخشش رو، تسامح رو، گذشت رو و به اصطلاح و امر بالعرف، به خوبی ها و نیکی ها به اصطلاح افراد رو تشویق بده، امر بده، دستور کن به مردم رو، و اعرض عن الجاهلین، و از بدها و افراد به اصطلاح نابکار روگردان بشو، از بدی ها روگردانی و امر به خوبی ها. خب این ویژگی فردی شد. الان در محیط خانواده چی میشه؟ این ویژگی ادامه داره. محیط بزرگتر محیط خانواده است. در محیط خانواده هم باید این ویژگی هویدا باشه که این رو در آیه 6 سوره تحریم داریم که خداوند متعال میفرماید یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم و اهلیکم نارا، ای مؤمنان خودتون و خانواده هاتون رو از آتش جهنم دور بدارید. اون آتش جهنمی که وقودها الناس والحجاره، هیزمش مردمانند و سنگها. این بلای خانمانسوز خودتون و خانوادهتون رو به اصطلاح توصیه کنید، از بدی ها دور بشید، به خوبی ها به اصطلاح مزین بشید. خب حالا رفتیم در محیط جامعه بزرگتر، در محیط به اصطلاح بالاتر از وسیع‌تر از خانواده. اونجا دیگه همه مؤمنان و به اصطلاح متقیان هستن که آیه 71 سوره توبه هست که باید این ویژگی اونجا هم
تجلی کنه که والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض. مؤمنان از چه زن باشن چه مرد باشن همشون دوست و یاور و دلسوز همدیگر هستن. اینها چه ویژگیشون چی است؟ چه چیزی به اصطلاح این دوستی و برادری رو تار و پودش رو به اصطلاح میسازه؟ اینجاست که قرآن کریم میفرماید یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر. امر میکنند به معروف، به خوبی ها، و نهی میکنند از زشتی ها و بدی ها. خب حالا اومدیم جامعه هم این ویژگی رو پیدا کرد. وقتی که حکومت و نظام به دست به اصطلاح یک مسلمونی افتاد یا به دست جامعه اسلامی به اون مرحله رسید که خودش مهار خودش رو به دست گرفت، اون وقت چی؟ اون وقت این به اصطلاح ویژگی باید باشه و این رو در سوره حج داریم که خداوند متعال میفرماید الذین ان مکناهم فی الارض، اونهایی که وقتی ما اونها رو قدرت میدیم و اونها تمکین پیدا میکنن در زمین قدرت رو به دست میگیرن، چیکار میکنن؟ اقاموا الصلاة و آتوا الزکات و امروا بالمعروف و نهوا عن المنکر ولله عاقبت الامور. اونها میان به اصطلاح نماز رو برپا میدارن، زکات رو به اصطلاح برنامه ریزیشو درست میکنن و به اجرا در میارن و امر میکنن به خوبی ها و نهی میکنن از زشتی ها و بدی ها و در نهایت همه امور برمیگرده به خداوند منان. این مثلا ویژگیه که خداوند متعال برای این امت گذاشته، باید در کوچک و بزرگ اون امت در همه مثلا میدانها، چه میدان فردی باشه، چه خانواده باشه، چه مثلا جامعه باشه، چه سیاست و حکومتداری باشه، باید این ویژگی امر معروف و نهی از منکر که یک ویژگی سازنده است، یک ویژگی بنایی و اصلاحی هست، این باید در اصطلاح پوستین وجودی جامعه اسلامی و در شخصیت و هویت جامعه اسلامی هویدا باشه. اینه که خداوند متعال در آیه دوم سوره مائده مؤمنان رو به یک جانب تطبیقی و عملی هم میذاره، نه تنها حرف زدن، نه تنها به اصطلاح توصیات و به اصطلاح بازداشتن مردم با نصیحت و موعظه حسنه، حتی در زمینه جانب عملیش هم باید فعالیت درست باشه که خداوند متعال میفرماید که و تعاونوا علی البر و التقوا، در خوبی ها و تقوا و پرهیزگاری با هم دیگه همکاری کنید، ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، در بدی ها و ظلم و ستم هرگز با هم دیگه به اصطلاح کسی رو یاری ندید. و اتقوا الله ان الله شدید العقاب، از خدا بترسید که بازخواست خداوند بسیار بسیار شدید و دردناک هست. یعنی اینی که خلاصه این که این امر به معروف و نهی از منکر رو ما در آیات کلام الله مجید به وضوح داریم در همه زمینه‌های به اصطلاح فردی، اجتماعی، حکومت و نظامداری، و این یک هویت ایمانی یک فرد مؤمن هست که جدا شدن از این به معنای اینی که در واقع خودش رو ضایع کردن و اون ویژگی خاصی که بر امتهای پیشین و امتهای دیگه داره اون رو پایمال کردن و ضایع کردن. جناب دکتر، اگر همچین سوالی مطرح بشه که امر معروف و نهی از منکر دخالت در زندگی شخصی و خصوصی دیگران هست و به هر حال قرآن هم فرموده علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم، مؤمنین مواظب خودتون باشید و وقتی که شما خودتون هدایت شدید کسی دیگه ای به شما ضربه نمیزنه. چه پاسخی خواهید داشت برای این شبهه؟ بله، اینی که به اصطلاح ما بگیم که علیکم انفسکم، بله باید انسان هر کسی وظیفه خودش رو به جا بیاره، اما قرآن کریم در آیه میفرماید یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم، همین آیه که به اصطلاح شما تلاوت کردید، لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم، هیچ کسی به شما ضرری نمیتونه برسانه، هر کسی به اصطلاح مسئول تصرفات خودش هست در صورتی که شما هدایت یافته باشید. اذا اهتدیتم یعنی اینی که شما در مسیر درست باشید. حالا این مسیر درست یکی از ویژگی هاش، یکی از شروطش اینه که من چه وقت در مسیر درست هستم، مؤمن صادق هستم، وقتی که من امر به معروف و نهی از منکر میکنم، چرا که این وظیفه من هست، این ویژگی من هست، این شناسنامه وجودی من هست.
شناسنامه وجودی یک مهتدی، یک انسان هدایت یافته امر به معروف و نهی از منکر است. بعضیا این آیه رو درست نمیفهمیدن، فکر میکردن بله آقا من هدایت یافتم یعنی چی؟ یعنی این که نماز میخونم، روزه میگیرم، پس من رو خطم، رو راه راستم. خب به من چه که دیگران چی کار میکنن؟ الان کسی دیگری که کار بدی میکنه خب ضررش به خودش میرسه. احساس نمیکرد اون آتیشی که طرف دیگه میخواد روشن کنه دودش به چشم این هم میرسه. اینجا بود که حضرت ابوبکر صدیق وقتی این رو متوجه شد به مردم این رو گفت که های مردم، شما دارید یه آیه رو میخونید و اشتباه میفهمید. فهم درستی این آیه این هست که من خودم از پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم شنیدم که ایشون میفرمودند که ان الناس اذا رأوا المنکر ولا یغیروه یوشک الله عز وجل ان یعمهم بعقاب. این روایت امام احمد هست که من خودم از پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم با گوشه خودم شنیدم. حضرت ابوبکر میفرمایند که مردم اگر یک بدی و زشتی رو دیدن و جلوی اون رو نگرفتند احتمال داره که عذاب الهی شامل حال همشون بشه. آتیش که بیاد ترخوش رو بسوزه. پس این برداشت نادرست از این آیه باید در ذهن ما نباشه. بله خداوند متعال میفرماید یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم، ای مؤمنان مواظب خودتون باشید، خودتون به اصطلاح مواظبت خودتون بکنید، کار بعدی شما نکنید. لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم، اگر شما بر راه راست باشید، بر هدایت باشید، زشتی ها، بدی ها، گناهان دیگران تو صحیفه اعمال شما نخواهند آمد. اما باید شما بر راه راست باشید و یکی از شروط بر راه راست بودن، بر هدایت بودن این هست که در کنار اون عبادت ها و به اصطلاح فرایضی که خداوند متعال بر مؤمنان فرض کرده، فریضه امر به معروف و نهی از منکر رو هم به جا بیاورید. خیلی ممنونم. برمیگردیم داخل استودیو در خدمت جناب مولانا باشیم. جناب دکتر، جناب مولانا، امر معروف نهی از منکر یعنی اینکه مخالفت. خیلی وقتا نهی از منکر ما در یک جمع میبینیم که یک منکری انجام میشه و میخوایم نهی بکنیم، یعنی باید مخالفت بکنیم با اونها. امر معروف هم غالبا جایی هست که معروف انجام نمیشه دیگه، بیشتر این موقع است. یعنی به تعبیر ساده‌تر شنا کردن در خلاف مسیر حرکت آب. یک مثال اگر میخوایم بزنیم، کار سختیه، مشکلات خودش رو داره. چطور میشه برای این مشکلات فائق اومد و دعوتگر چطور میتونه خودش رو به هر حال عادت بده به این مشکلات، به این نیش زخم ها، به این اهانت ها، به این توهین ها در مسیر دعوت که خب مسیر راه انبیا هست. و دوست دارم اگر این پاسخ رو به همراه خاطره شیرین تر بکنید برای ما و بینندگان عزیز از زبان شما بشه. مسئله دعوت در حقیقت وقتی که ما میگیم که امر به معروف و نهی از منکر یک فریضه هست، یک وجیبه هست، فرمان الله سبحانه و تعالی هست، خب در حقیقت وقتی که فرمان الله سبحانه و تعالی باشه، خب طبیعتا خود نماز میبینیم تا اندازه سختی خورداره، خود روزه سختی خورداره و بالاخره احکامات اسلامی هر کدام که از اون جمله امر به معروف و نهی از منکر. اما این که امر به معروف و نهی از منکر وقتی که سختی داره و اون سختی ها دامنگیر یک داعی و دعوتگر میشه، چیز واضح و مسلمیه که وقتی در جامعه کسی بخواد امر به معروف و نهی از منکر بکنه با او برخورد میشه، برخوردهای گوناگونی، حتی برخورد فیزیکی و برخورد که بالاخره از لحاظ جسمی، فکری، روحی، به هر حال. و چون این در مسیر انبیا علیهم السلام، انبیا علیهم السلام در این مسیر وقتی حرکت کردن مورد طعن و مورد سرزنش و مورد شتم و مورد حتی سبب قتل انبیا علیهم السلام در این راستا و حتی اتهام ها و نام هایی که به عنوان به نبی اکرم صلی الله علیه و سلم بحث ساحر گفتن و جادوگر گفتن و بالاخره مجنون گفتن و همه اینها به خاطر یعنی رسول اکرم صلی الله علیه و سلم قبل از اینکه پیامبری مبعوث بشن به نام محمد امین بودن، محمد صادق بودن، محمد خیلی هم همون هایی که دشمنی کردن خیلی هم دوست بودن برای
پیامبر صلی الله علیه و سلم ازشون در مکه نبود. و وقتی که اونها قدم گذاشتن به اصطلاح در عرصه امر به معروف و نهی از منکر، اینجا دیگه حرف ها شروع شد. و همچنین میبینیم بعد از پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم که سیدنا ابوبکر صدیق به خاطر همین دعوت، به خاطر امر معروف و نهی از منکر، به سرحد، چون وقتی دشمنان میخوان به پیامبر صلی الله علیه و سلم حمله کنن، چون دفاع میکنن و میگن اتقتلون رجلا ان یقول ربی الله، سیدنا ابوبکر صدیق در این راستا چنان مورد لط و کوب قرار میگیرن که رخسار و رگ و خون آلود میشه و بیهوش میشن. و همچنین بالاخره دیگه صحابه و سیدنا عمر و سیدنا عثمان و سیدنا علی مرتضی و سایر صحابه و بزرگان دین، ائمه دین، اینا هر کدام در این راستا. اما برای داعی و دعوتگر وقتی سختی ها پیش میآید چگونه راه حلی و این به اصطلاح مشکلات رو چگونه تحمل کنه، یکی از راههای تحمل اینه که وقتی سختی آمد لحظه فکر بکنه که آیا این سختی با سختی که سر انبیاء علیهم السلام آمده برابر هست؟ هرگز برابر نیست، چون سختی هر انسانی به مو اندازه توان و به اندازه مسئولیت و به اندازه جایگاه خود الله سبحانه و تعالی ابتلا و آزمایش میکنه. اشد البلاء علی الانبیاء آمده. و وقتی که به یاد بیاره که نبی کریم صلی الله علیه و سلم برای از اونها الفاظ رکیک و الفاظ بسیار عجیب و غریب گفته شد و سیدنا ابوبکر صدیق، سیدنا عمر فاروق، سیدنا عثمان ذوالنورین، سیدنا علی مرتضی و سایر صحابه و حتی مشکلاتی که میبینیم به خاطر امر به معروف و نهی از منکر حضرت امام حسین جان خود فدا میکنه و سر خود از تن جدا میکنه، این قضایا برای داعی و دعوتگر مشکلات خلاصه سر از او آسان میکنه. و همچنین مسئله پاداش مد نظر داشته باشه. یک مریض وقتی مراجعه میکنه و بالاخره پیش دکتر و دکتر برای از او دوا میده، امپول میده و بالاخره چون دوا هر قدر تلخ باشه ثمرش خوبه، ثمری خوبه، نتیجه خوب میده. پس انسان داعی و دعوتگر هم وقتی سر راه از اون مشکلاتی بیایه بناهن بیاد از اون میایه که رضایت الله سبحانه تعالی در این کار هست، پاداش بهشت هست و بالاخره همچنین معامله با الله سبحانه و تعالی هست که شما ببینیم در قرآن عظیم و شان وقتی اشاره میشه ان الله اشتری من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه، در ادامه چون الله سبحانه تعالی معامله میکنه با مجاهدین، اوصاف مجاهدین را الله سبحانه تعالی بیان میکنه، التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف و النهون عن المنکر. اینها صفات اشخاصیه که اینها با خدا معامله کردن، به اصطلاح با خدا داد و ستود دارن. و همچنین برای که مشکلات بر داعی آسان میکنه، مسئله اینه که این وظیفه کی بوده؟ وظیفه انبیاء علیهم السلام، وظیفه اولیاء خدا، وظیفه صحابه و در این قسمت. و همچنین از خاطره گفتیم هر داعی و دعوتگر حتما خاطرات زیادی داره، ولی وقتی که انسان فکر میکنه که سر داعیان الله سبحانه تعالی مشکلات عجیب و غریب صورت گرفته، اما وقتی اونها انسان در تاریخ رو میخوانه و میبینه و در شرایط امروزی هم خیلی از دعوتگران میبینیم که به خاطر دعوت مشکلات زیادی سر رو از اونها آمده، ولی من خود شخصا شاید هنوز انقدر ابتلا و آزمایش نشدم که من خاطراتی داشته باشم که به خاطر دعوت. من میشه برای دوستا امیر میگفتم در جمع دوستا که علما و اینها می نشستیم که انبیاء علیهم السلام به خاطر دعوت مورد شتم و لط و کوب قرار گرفتن، صحابه همچنین، ولی ما یک روز به خاطر دعوت ما امامی ما سر ما نیفتاده. پس ما در حقیقت دعوت خور درست انجام ندادیم. در دعوت ما یا مصلحت بوده یا بالاخره همون اشاره کردیم که فلانی آزرده نشه و فلانی بالاخره طرف حساب ما بندوزه اونو نبودن، شاید هم بوده باشه، ولی ما حتی ولی من به این واسطه اشاره میکنم که ما نباید این احساس رو داشته باشیم که ما در حقیقت حق دعوت را ادا کردیم. بدون شک این که کوتاهی هم در این راستا، چون
اگر ما حق دعوت را ادا کنیم در حقیقت برخوردهای شدیدی با ما صورت میگیره. در هر جامعه هست انسان‌های که در مقابل داعین الی الله قرار میگیرن. اما مسئله لكل نبی عدو شیاطین الانس والجن، ما دشمن‌های از جن و انس قرار دادیم. از خاطراتی که من خود شخصا سر راه دعوت خاطره از یک غیر مسلمان که مسلمان شد که من واقعا برای خود بسیار خاطره شیرین و خاطره بسیار جالبه. یکی از دوستا که در یکی از مؤسسات خارجی ترجمان بود با من تماس گرفت که یک خواهر چند سوال داره، خواهر مسیحیه و بالاخره با یکی از 2 نفر از علما صحبت شده و بالاخره با اونها شیشتیم، خیلی قناعت نکرده ولی میخواد با شما بنشینه. حقیقتا اول فکر کردم که سبحان الله وقتی که این خواهر با علما نشسته، علما اساتید، خب بالاخره خب از الله سبحانه و تعالی کمک گرفته و یا الله توی مسئله را آسان بگردان و گفتم خب فلان وقت بیایه و خواهر آمد. خیلی جالب بود که برای ما که خاطره وقتی که اشاره میکنم به خانه که آمد هوا بسیار سرد بود، بسیار هوا سرد بود، زمستان بود. به خانه نشستیم و من اولین کاری که کردم گفتم قبل از اینکه بحث شروع میشه و سوالا رو مطرح میکنه باید از این پذیرایی بشه به عنوان یک انسان. مهمان است به هر حال، مهمان است بلکه باشه مهمانه. و اولین کاری که من کردم یک بخاری در خانه گذاشتم، بعد یک کمپل هم روی پای از این انداختیم و والده خور گفتم که همراه از این پذیرایی کنن، پتویی برای اینکه گرم بله گرم بیایه. و همچنین خیلی هم جالب بود که وقتی که نشسته بود من خودم به اصطلاح وساده یا بالشت که هست اشاره کردم که ایران پشت سر از جناب پشت سر از او بگذاریم و بمانیم که پذیرایی بشه. وقتی که گفتم بفرماییم سوالا شما چیه، طرف نگاه کرد گفت کل سوالا حل شد. سبحان الله. من تعجب گفتم ای عجب سبحان الله، ای ترجمان بین ما نشسته بود. گفتم که سوالا چی حل شد؟ گفت که من قبلا با چند نفر دیگه نشستم، با دید یک کافر طرف من نگاه کردن، هیچ مر ارزش ندادن، دید تحقیر نگاه کردن، دید یک تحقیر. تاسفانه. گفت که مجردی که شیشتم بسیار برخورد شدیدی با ما کردن و نکته‌ای که شنیده بود از طرف مقابل ای بود که بگو زود حرف بزن تو دشمن خدا و رسول هستی بالاخره شرط کم شد زودتر بری. گفت که از اونجا بیرون شدم. بعد طرف نگاه کرد گفت تو به دین اسلام هستی؟ تو الحمدلله. گفت تو پیرو محمد و رسول الله هستی؟ رسول الله نمیگفت محمد میگفت. تو الحمدلله. گفت من سیره پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله خیلی مطالعه کردم، من زندگی نامه محمد رو مطالعه کردم، تحقیق داشته در تحقیق خیلی. گفت که من او چیزی که از پیامبر صلی الله علیه و سلم از پیامبر شما میگفت، من او چیزی که من تحقیق کرده بودم و دانسته بودم من در حقیقت ندیده بودم و در این خانه یافتم. الله اکبر. من در حقیقت لحظه‌ای بود که سبحان الله حالت دست داد که دوستایی که اونجا بودن ترجمان بود گریه کردن و ما هم گریه گرفت. و یک نکته که او اشاره کرد که سبحان الله در این لحظه هیچی من نمیتونم به زبان بیان کنم، گفت که من بوی محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم در این لحظه من استشمام میکنم که همون چیزی که سالها خوانده بودم. و صحبت کلا رفت به فضای محبت و بحث از فضائل و زیبایی های اسلام و حالا او دیگه سوال نمیکنه من حرف میزنم. بعد خواهر چند قطره اشک ریختاند و در اون جمع نشسته بودیم و کلمه شهادتین مبارک عرض کرد و مسلمان شد و دمی که از خانه بیرون شد، چون یکی از خواهش‌ها و آرزوهای از ای بود که خواهر کلان سن بود، شاید 50-55 سال سن داشت، با سن و سال مر پرسان کرد و بعدن گفت که
ما دوست دارم تو اولاد ما باشی. ما چون یک اولاد دارم، اولاد خود زیاد دوست دارم تو هم. ما گفتم از این لحظه هم خواهر ما هستی و هم مادر ما هستی. هر جا که هستی ما به حق تو دعا میکنم و به امید آن روزی که هر دو ما و تو در کنار رسول معظم اسلام در حشر استاده باشیم و به امید از این که تو داعی و دعوتگر بشی برای متبقی. و چیزی که خیلی عجله داشت میگفت من نمیرم و زودتر به خانواده بپیوندم که من دیگرار به این عرصه دعوت کنم. این بیترین خاطره برای من در عرصه دعوت و در عرصه اخلاق و در عرصه واقعا لطف الهی و فضل الهی بود که در اون لحظه شامل حال شده بود. و نکته هم این بود که وقتی برادر گفت که ای با چند نفر علما نشسته و میخوای با شما بنشینه، من اولین کاری که کردم یک 2 رکعت نماز خوندم، یا الله از تو کمک میگیرم که من در این راستا تو کمک کنی. یک خواهر بود که دین مبین اسلام مشرف شد که برای هر داعی و دعوتگر واقعا خداوند توفیق بده که مسئله اخلاق محمدی صلی الله علیه و سلم لازم و ضروریه و چیز واضحه. و رسول الله صلی الله علیه و سلم برخورد اینا با یهودی ها، با اهل ذمه و بالاخره حتی شاگردان محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم که سیدنا عمر با یک یهودی که او در ذمه مسلمان ها قرار داره، میبینیم که بر علاوه که او چیزی که او در میپردازه با عنوان ذمی بودن خود و او سیدنا عمر بر علاوه که قطع میکنن که دیگه نپرداز، از بیت المال مسلمان ها هم تو حقوق تعیین میشه. و این اخلاق اسلامی وقتی که در پیش گرفته بشه در حقیقت که این لازمه و ضروریه برای هر داعی و دعوتگر. مسئله که خاطره دیگه از مسلمان های ناآگاهی که ما بین جامعه داریم، اگرچه خاطرات زیاد هست، ما خصوصا در بین جوانها و اینها زیاد سر و کار و اینها، خب طبیعتا بعضی از جوانها نسبت به اسلام و قرآن و مسلمانها، نه مسلمانها، خصوصا اسلام و قرآن و خصوصا طبقه علما یک دید خاصی دارن نسبت به علما. اگرچه الحمدلله حال خیلی کم شده این قضیه، در گذشته ها بیشتر و بیشترتر بود. من یک وقت از طرف مدرسه طرف خانه می آمدم. این دید خاص این دید خاص یعنی جنبه مثبت داره یا منفی؟ جنبه منفی در گذشته ها داشت، خاطر فاصله که بین دو قشر جوان و علما و اینها. و حقیقتا علما فاصله زیادی از جوان ها گرفته بودن و جوان ها از علما، و الحمدلله این حال این سطح شکسته شده و امروز جوان ها میآین به بسیار واضح و شفاف آنچه که دوست دارن میگن. خاطره از اینه که من در یکی از دکان ها بلند شدم و این در مسیر رفتن مدرسه، یعنی این خاطره شاید طول 10 سال 12 سال قبل میگم. ماشاءالله خودتون جوان‌تر بودین. هنوزم جوانین، ماشاءالله نوجوان بودین چای اصلا. یکی نوجوان بودم. وقتی که میخواستم یک چیز بگیرم و بالاخره این جوان طرفم نگاه کرد، به من گفت که این لفظ و لسان تو معلوم میشه که از هراتی. من چون از اون وقت عمامه داشتم و بالاخره یک ریشم کم آمده بود و در هرات هم بود. در هرات بعد ما گفتم که چی میخوای برادر بگی؟ با که نشستم گفتی چی سر و وضعه؟ تو از هرات هم هستی، کجا می نشینی؟ در شهر می نشینی. بالاخره شهر هرات، از هرات از اصل. بالاخره ای گفت تو چرا این ریشه رو گذاشتی، چرا عمامه گذاشتی و بالاخره خود خراب کردی تو چرا بالاخره به این وقت نوجوانی، یعنی سن شاید 18 یا 19 در این قسمت موقعی که همه به فکر برها ظاهر و تیپ و قیافه و عکس های در افغانستان هم ناگفته نمانه که در ابتدای تغییرات بود، یعنی رژیم تغییر کرده بود، همین رژیمی که فعلی هست، یعنی امریکایی‌ها تازه در افغانستان داخل شده بودن و در ایت یک وضعیتی بود که بحران های فرهنگی و اینها. ما گفتم که برادر این مندیل عمامه و این ریش چی اشکال داره؟ گفت نه تاریخ از اینا گذشته و رفته و بالاخره. من گفتم سبحان الله. من پیش خود فکر کردم، گفتم یک نفر وقتی یک مریضی عاجل داره در شفاخانه، وقتی که او در بیمارستان شفاخانه او میبرن، کل دکترها جمع میشه اطراف از این و بسیار توجه خاص میکنن که این یک بیماری شدید داره. من گفتم سبحان الله، این جوان با سنت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم امروز چقدر این بغض داره، چقدر دشمنی داره، چقدر. من گفتم که لازم و ضروره در کنار از این بنشینم لحظات و ساعتها. و مدرسه هم میرفتم، کتابام زیر بغل بود.
کنار از این نشستم با این صحبت شروع کردم با همون لفظ بالاخره جوانی و با ادبیات جوانی دیگه با همون ترتیب از او لحظات صحبت و بالاخره گفتم که شما به اصطلاح بابو، پدر کلان، پدر بزرگ داریم. مثلا پدر در این قسمت دیدی ها اونها لحیه ریش داشتن نداشتن؟ بله. خب بالاخره عمامه داشتن؟ بله. خب این یک چیز جدیدی نیست، شما میتونید از اونها پرسان کنید در گذشته. یعنی متصل می قضایا بالی سنت نبردم، آوردم در مسئله خانواده و در مسئله عرف و خیش و اینها. بعد پرسان کردم گفتم که این بسیاری جوان یک لفظ گفت که من ریش و عمامه دوست دارم ولی از آخوند و ملا و از اینها بدم میآید. خب من گفتم ببین تو باز هم از تو سوال دارم، خدا رو دوست داری؟ بله. خب پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم رو دوست داری؟ بله. خب پیامبر صلی الله علیه و دوست داری؟ پیامبر صلی الله علیه و سلم کی بودن؟ از کجا بودن؟ خب صحبت هیچ آگاهی نداشت نسبت به پیامبر صلی الله علیه و سلم، هیچ معلوماتی نداشت. بعد کمی که توضیح دادم چون عرف و عادت در افغانستان و در مناطقی که از یک مذهب خاص تقلید میشه، خب بحث بندی کی هستی؟ بندی الله سبحانه و تعالی. امت کی هستی؟ امت محمد رسول الله. خب مذهب از کی داری؟ از امام ابو حنیفه. خب در افغانستان در افغانستان بله تعبیر افغانستان. من از اینکه پرسان کردم که مذهب از کی داری؟ گفت از امام ابو حنیفه صاحب. امام ابو حنیفه صاحب رحمت الله علیه کی بودن؟ بازم معلومات نداشت. من گفتم ببین تو خدا انبیا که فرستاد، همین انبیا همین علما همه وارثین شاگردای انبیا علیهم السلام. بله. العلماء ورثه الانبیا. و امام ابو حنیفه هم دیگه یک شرکت شهرک صنعتی کارخانه دیگه پا نداشتن، کنج مسجد نشسته بودن، عالم بودن، شاگرد داشتن، بالاخره امام مسجد بودن. قول امروزی شما مولا بله بودن. بله. اینا رو که گفتم خیلی جالب بود. گفت امام ابو حنیفه هم آخوند بوده، امام ابو حنیفه هم عالم بوده، ملا بوده. که این لحظه به فکر فرو رفت. یعنی در حدود شاید بیش از 1 ساعت ما با این در گفتگو بسیار به شیرینی و بسیار به لذت و اینها و بسیار خودمانی به شکل، بعد از 1 ساعت این لحظه دست به سر گرفت و فکر کرد. گفت سبحان الله، من چقدر در اشتباه بودم و چقدر به خطا بودم. من بغض و انزجار و نفرتی که نسبت به علما و آخوندا و نسبت به امامان مساجد داشتم با هیچ کس نداشتم. و این لحظه من سبحان الله میگفت حالتی دارم، چون من برای از بیان کردم جریانی که من اکرم عالما فقط اکرمنی. قاعده ای که اگر کسی عالم را احترام میکنه در حقیقت انبیا و به خاطر علم از او. بله بله به خاطر علم همون جایگاه. اینها رو که گفتم، این یک نکته بسیار جالبی گفت که من متنفرترین چیزی که در ذهن و فکرم بود که از اون نفرت داشتم علم و علما و امی مسئله بود. و در این لحظه محبوبترین کس به نزد ما علما و امامای مساجد و به این قضیه. من حتی جریان رو برای یاد کردم که میبینی در ابتدا طفل به دنیا میآیه، امام او صدا میکنن به روایاتی که هست در گوش از او اذان داده میشه و در لحظه ای که تو بزرگ میشی نکاح میکنی باز هم عالم میآیه تو نکاح میکنه. نیاز ملا و آخوند داره اونجا متنفر نیست، از شماری میکنی که وارد بشه ملا و همچنین گفتم از دنیا هم که میری باز هم قضیه علم و علما و اینها. و نکته جالب در اینجا که این شخص در ابتدا به یک دید تحقیرانه طرف من نگاه کرد و یک چند حرفم در ابتدا گفت. هر آنچه که بود من اونا رو تحمل کردم. و وقتی که من بیرون شدم، چون در اون موقع در 12 سال پیش انتظار موتر بودم که در یک مسیر تا خانه میخورد، این جوان با موتر شخصی که داشت آمد کنارم استاد شد. با ماشین خودش؟ بله. گفت که من شما رو باید برسانم. گفتم نه برادر، من منتظر کسی هستم و باز این موترهای لین و سرویس و مسیری و اینها. این اصرار میکرد که نه، من چون پیامبر صلی الله علیه و سلم ندیدم که احترام بکنم، من باید وارث پیامبر را احترام بکنم. من در اون لحظه فکر کردم، گفتم سبحان الله، اگر ما لحظاتی بنشینیم با او اشخاصی که دین را نمیفهمن و آگاهی ندارن، ولو که فاسق باشن، فاجر باشن، ولو که بالاخره رقاصه باشن، خواننده باشن، برن از دایره احکامات اسلامی دور شدن ولی از چوکات توحید دور نشدن، بریم با اینها بنشینیم لحظاتی با اینها صحبت کنیم. اینهایی که با دین
خلاصه تنفر دارن از دین و احکامات اسلامی را اجرا نمیکنن، تقصیر از ما هست که ما روی خود را گشتاندیم. وقتی طبیب روی خود از مریض بگردانه، در حقیقت به جرمی که اگر او شدت پیدا میکنه مریضی از او و یا از اثر او مریضی و از بین میره، مقصر طبیبه. علما طبیب هستن و علما باید که به تمام عرصه ها ما یک وقت یکی از اساتید و دوستا مثال میزدن، میگفتن که دیدگاه علما باید که به منزله مثلا یک دید شفاخانه بیمارستان باشه، دید یک طبیب باشه، یک پزشک. اینها در شفاخانه هر نوع مریضی مراجعه میشه. در اونجا گفته نمیشه که تو بالاخره فلان مریضی داری برو بیرون، تو فلان مریضی داری برو بیرون، این در این قسمت نه خیر. طبیب باید به تمام امراض باید توجه خاص داشته باشه. داعی و دعوتگر هم نباید فکر کنه که ای فلان شخص شاید مر دشنام بده، فلان شخص شاید مر حتی مورد لطکوب قرار بده، فلان شخص. چون هدف داعی و دعوتگر اینه که این انسان هایی که به طرف بدبختی میرن، این انسان هایی که به طرف شقاوت میرن، این انسان هایی که به طرف گناه و معصیت میرن، در حقیقت اینها گناه و معصیت که وقتی روانن به طرف جهنم روانن. شما ببینیم اگر یک آتش جزئی در همسایه ما، در کنار ما، خلاصه کوچکترین آتشی بیفته در خانه از او، وقتی صدای فریاد از او رو بشنویم همه میدویم که او رو نجات بدیم، که این آتش خیلی کاری بکنه خانه دنیا از او رو میسوزانه، این آتش خیلی کاری بکنه ظرف و کاسه 4 روزه دنیا رو از بین میبره، مادیات دنیا رو از بین میبره. اما این انسانی که به طرف گناه و معصیت روانه، این انسانی که به طرف کفر و شرک و دلالت روانه، در حقیقت این به طرف جهنم میدوه. چگونه یک انسانی که بفهمه و بدانه که این انسان میدوه الان به یک آتش خواهد افتاد، الان به یک چاه خواهد افتاد، و این انسان چگونه وجدانی باشه و چگونه عقل باشه و چگونه بالاخره که نگاه بکنه و مانع از اون. همینه که میگه که اگر بینی که به چاه هست، خاموش بنشینی گناه هست. پس اگرچه خاطرات زیادی در این راستا هست، یک خاطری بود که نکته آخرم اینه که او جوان یکی از مخلصترین جوانان فیلی که فقط میگه که شما بگیم که در راهی که رضایت الله باشه من در همون راه برم، به من فرق نمیکنه که جان فدا بشه، مال فدا بشه، سر فدا بشه. فقط نشستن 1 ساعت سرباز جرمش از سربازهای اسلام و قرآن که او در خدمت دین و اسلام و شریعت قرار میگیره. بسیار لذت بریم جناب مولانا. حقیقتا بینندگان عزیز، موضوعی که خاطراتی رو که 2 خاطره رو که جناب مولانا اشاره فرمودن، هر دو تا یک دردی درش نهفته بود و اون این که ما در جریان دعوت یا دعوت رو فراموش کردیم یا دعوت، همون بحث امر معروف و نهی از منکری که موضوع برنامه ماست، یا به کلی از این غافل شدیم در جامعه خودمون نسبت به خودمون و دیگران، و یا اینکه اون گونه‌ای که شایسته است نفهمیدیم موضوع رو. به هر حال این 2 تا درده. یک عده کلا ترک کردن این موضوع رو که میگن آقا اصلا به ما چه. یک عده دیگه هم که مشغولیم نمیدونیم که چی کار باید بکنیم و چطور برخورد بکنیم. هم داستان خواهر مسیحی که مسلمان شده بود رو که حضرت مولانا اشاره فرمودن که چند نفر دیگه از علما رو هم دیده بود، هنوز به سوالاش باقی مونده بود که اینها رفتارشون، برخوردشون به معنای عام بگیم که هر کسی که امر معروف و نهی از منکر میکنه، هر کسی که دعوت باید انجام بده و به تعبیر بزرگترش هر مسلمانی که وظیفه‌اش هست، یقینا هر خواهر و برادر مسلمانی باید این گونه برخورد بکنه که دیگران رو مشتاق بکنه به اسلام، دیگران رو بکشه به سمت اسلام. و حالا اینکه ما در این باب مفصلا ان شاء الله احتمالاً حتما باید برنامه دیگری هم باید داشته باشیم و شاید برنامه‌های دیگری که درباره اسلوب دعوت، اولویت‌های دعوت، صفات یک داعی و اینکه چگونه ما بتونیم به این موفقیت دست پیدا بکنیم در زمینه دعوت و امر معروف و نهی از منکر ان شاء الله باید صحبت بکنیم. جناب دکتر، حضرت مولانا ما را بردن به جریان سنت و اتباع از رسول صلی الله علیه و سلم و اینکه دیگران هم وقتی اسلام رو میشناسند میان اولش به سراغ بزرگ مرد تاریخ بشر، بزرگترین معلم انسانیت رسول الله صلی الله علیه و سلم، و از زاویه ایشون الحمدلله به تحقیق میپردازن و
بعد که میان در جامعه به دنبال اون نمونه میگردند و نمیابند. دوست داریم درباره اون نمونه برامون صحبت بکنید و اینکه اون ذات نازنین درباره امر معروف و نهی از منکر چه فرموده هایی داشتن و یا خاطراتی که در جمعشون اتفاق افتاده و فرمایشات گوهربارشون، تا ما بهتر بتونیم خودمون رو نزدیک بکنیم به اون حضرت نازنین صلی الله علیه و سلم. وقتی ما از امر به معروف و نهی از منکر حرف میزنیم، اولین حدیثی از فرموده های گوهربار رسول اکرم صلی الله علیه و سلم که تو ذهنمون میاد همین حدیث مشهور هست که واکنش فردی رو بیان میکنه که هر انسانی من را منکم منکرا فلیغیره بیده، هر انسانی که یک منکر و زشتی و بدی رو دید اون رو باید با دستش تغییر بده و به اصطلاح دور کنه، اون زشتی و بدی رو منعش کنه. اگر نتونست اون وقت با زبانش و اگر نتونست با قلبش، و ذلک اضعف الایمان، و این مرحله آخر قلب که انسان به اصطلاح با قلبش ناراحت بشه، این ضعیفترین ایمان هست، دلیل بر وجود ایمان یا هنوز اون بوی هویت ایمانی در فرد هست. و این خیلی مهم هست که انسان دلی داشته باشه رنج پذیر از اشتباه و بدیها و به هر حال این صد بلا میشه. در حدیث دیگه داریم که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میفرمایند، در حدیثی که از امام ابو داود روایت کردن، میفرمایند که اگر در زمین خطیه و اشتباه و گناهی صورت گرفت، کان من شهیدها فکریهها کمن غاب عنها، کسی که این گناه و این بدی رو دید، در اونجا بود، اما قلبش این رو از این نفرت داشت، از این کار نفرت داشت، اون انگار که اونجا نبوده و جز گناهکاران یا افرادی که مرتکب این گناه شدن نوشته نمیشه، چرا که دلش با این کار از این کار نفرت داشت و دور بود. مورد بعدیش برعکس این هست، اگر وقتی که به اصطلاح و من غاب عنها فرضیها کان کمن شهیدها، اما اون کسی که اونجا نبود اصلا، بعدن خبرش رو تو اخبار شنید، تو تعریف‌های مردم شنید، اما خیلی خوشش اومد، بله اینا واقعا کار درستی کردن و باید سر اینا رو میزدن، باید نمیدونن این فلا رو سرشو میآوردن. یک کاری که یک ظالمی کرده، یک انسان بدی کرده، یک کار زشتی رو یک انسانی مرتکب شده، گناهی رو مرتکب شده، این اونجا نبوده که کمکش کنه، اما وقتی شنید تایید کرد. یعنی اینی که این حتی اون کم دلسوزی که تو قلب باید باشه اونو نداره، اون احساس مسئولیت و درد رو نداره. اینجاست که به اصطلاح روز قیامت اینم باید حساب پس بده و محاسبه میشه. این نوع واکنش فردی بود که رسول اکرم صلی الله علیه وسلم به ما نشون دادن. در کنار این خب یه واکنش جمهوری هم ما داریم، یه واکنشی که به اصطلاح در اونجا جامعه هست. اینجا هویت فردی به این صورت باید هویدا کنه که هر کسی منکری رو دید باید با دستش با حسب توانش با اون مقابله کنه و آخرین درجهش هم اینه که انسان دیگه حداقل متنفر باشه و قلبش رنجور باشه و همیشه در فکر این باشه که چطور باید این رو جلوش رو بگیرم و تغییر بدم. اما خب وقتی که در یک جامعه بود، در یک محیط بزرگ بود، اینجاست که ما حدیثی دیگر رو داریم که امام ابو داود بازم روایت میکنه از پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم که ان الناس اذا رأوا الظالم فلم یأخذوا علی یدیه اوشک ان یعمهم الله بعقاب منه. اگر مردم بدی رو دیدن، ظالمی رو دیدن که ظلم میکنه، جلوی این ستمگر رو نگرفتن، رو دستش نزدن، اینجاست که امکان داره که خداوند یک عذابی بزودی، خداوند یک عقاب و عذاب و یک سزایی برای همه اون مردم میاره که چطور شما ستم رو دیدید، ستمگر رو دیدید، ظالم رو دیدید که ظلم میکنه و شما جلوش رو نگرفتید. در حدیث دیگر داریم که ما من قوم یعمل فیهم المعاصی. این عجیب حدیثی هست که رسول اکرم صلی الله علیه وسلم میفرمایند هیچ ملتی نیست که در بین اونها گناه صورت بگیره، اون افراد از گناهکاران بیشترن، قدرتشون بیشتره، هم اعز و اکثر، از
کسایی که مثلا این گناه رو انجام میدن اونا از عزت، جایگاهشون، مکانتشون، قدرتشون بیشتره. و ثم لم یغیروا، جلوی اون رو نمیگیرن، الا عمهم الله تعالی منه بعقاب، مگر اینکه خداوند متعال از جانب خودش یک عذاب و یک به اصطلاح سزایی رو بر همه اونها میرسونه. و ما این رو تو جامعهمون داریم. افراد به اصطلاح معتاد تو جامعه ما زیادن، اما افراد سالم بیشترن، قویترن، عزیزترن. جوانهای ناباب زیادن، اما جوانهای درست و فهمیده به مراتب بیشترن. افرادی که کار بد میکنن خب هستن، اما بقیه جامعه که کار درست میکنه خیلی به مراتب بیشتر هست. اما چون که این جامعه بزرگ و بیشتر از این عزت، مکانت، کثرت و بیشتری خودش استفاده نمیکنه، از این اهرام قدرتش استفاده نمیکنه برای تغییر، اون بدی و زشتی و به اصطلاح بدی که اون زشتان و پلیدان مرتکب میشن، این شیوع پیدا میکنه، همه جامعه رو میگیره، عذابش، دودش، آتیشش به چشم همه میره. این به اصطلاح توصیه پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم هست که باید همه دست به دست هم جلوی یک منکر رو بگیریم. اینه که این قضیه اینقدر در به اصطلاح در دین مبین اسلام حائز اهمیت هست که ما بارها و بارها از زبان صحابه میشنویم که میفرمودند که من با رسول خدا صلی الله علیه و سلم بیعت کردم بر برپایی نماز، بر ادای زکات و بر چی؟ و نصح لکل مسلم، اینی که نصیحت کنم هر مسلمونی رو. اصلا پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم وقتی دین اسلام رو تعریف کردن فرمودن الدین النصیحه، دین اسلام مساوی هست با نصیحت کردن و به اصطلاح مواظب افراد بودن و جلوی بدی ها رو گرفتن و افراد رو به اصطلاح درد افراد رو به دل داشتن، همیشه در فکرشون بودن. وقتی دیگه در حدیثی دیگه داریم که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم اسلام رو میارن تقسیم بندی میکنن، میفرمایند که اسلام 8 اسهم، اسلام 8 قسمته. اگه بخوایم اسلام رو بدونیم که هیکل اسلام چطوریه، هیکل اسلام عبارت از 8 قسمت. یکیش اسلام هست، یکیش نماز هست، یکیش زکات هست، یکیش حج هست، یکیش روزه هست، اما یکیش هست امر به معروف و نهی از منکر هست. یکیش امر به معروف هست و یکیش نهی از منکر. یعنی امر به معروف و نهی از منکر 2 حصه و 2 قسمت از اسلام رو داره، آخریش هم جهاد در راه خدا هست. و در نهایت این حدیث می‌فرمایند و قد خاب من لا سهم له، بیچاره است، بدبخت اونی که از این 8 قسمت اسلام نتونسته هیچ یک قسمتیش رو هم به دست بیاره. و اینقدر مهم هست که به اصطلاح شما در دنیا در کجای امر به معروف هستی، در آخرت در همون جا هستی. اگر دنیا، در حدیثی از پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم داریم که امام طبرانی روایت میفرمایند که ان اهل المعروف فی الدنیا هم اهل المعروف فی الاخره، افراد خوب در دنیا همون افراد خوبن تو آخرت. اونایی که کارهای خوب تو دنیا میکنن جایگاهشون جای افراد خوب تو آخرت. و ان اهل المنکر فی الدنیا اهل المنکر فی الاخره، اونایی که در دنیا افراد به اصطلاح پاتوق بدی ها رو دارن، افراد زشت هستن، گروه که بدی رو تشکیل دادن، تو آخرت هم همراه همون بدا و بدی ها خواهند بود. و ما میبینیم که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم خیلی در احادیث و گفتارشون زیاد تشویق میکنن به قضیه رسیدن به دیگران، امر به معروف و نهی از منکر. در حدیثی داریم که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم یه فرصت بسیار طلایی میدن، میفرمایند که الدال علی الخیر کفاعل، کسی که کار خوبی رو، مردم رو تشویق میکنه به انجام یک کار خوب، اگر مردم یا طرف مقابل این کار خوب رو به تشویق من انجام داد، منی که اون رو سفارش کرده بودم به انجام این خوبی، درست مساوی با همون اجر و پاداشی که ایشون دریافت میکنه منم دریافت میکنم. منی که افراد رو از یک بدی و زشتی دور کردم، به یه خوبی و زیبایی اونها رو تشویق دادم و سوق دادم، من دقیقاً مثل اجر و پاداش اونها میگیرم که مثلا اون کار خوب رو انجام دادن یا از اون کار زشت به اصطلاح دوری کردن.
و پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم میفرمایند که بهترین اعمال و کارهای خوب در دست خداوند، نزد خداوند متعال اینها است که اولش الایمان بالله، که به خداوند ایمان درست پیدا کنیم و اعلام ایمان درست بکنیم، ثم صلة الارحام، و بعدش هم رسیدگی به خویشاوندان هست، و بعد از اون ثم الامر بالمعروف و نهی عن المنکر، بعد از اون که امر به معروف و نهی از منکر، که این همه این احادیث و احادیث دیگه‌ای که از پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در این باب روایت میشه بیانگر اهمیت و جایگاه این قضیه هست در محیط و در فضای یک جامعه اسلامی و در نزد یک مسلمان که باید از چه اهمیتی برخوردار باشه که این اهمیت به جایی باید برسه که اصلا در اونجا دیگه نه تعارفات مطرح باشه و نه ترس و هیبت که آقا به فلانی از من ناراحت میشه یا فلان. در حدیثی از پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم داریم که میفرمایند که الا یمنعن رجلا هیبت الناس ان یقول بحق اذا علمه، مواظب باشید هیبت و ترس از مردم خدای نکرده باعثی نشه که شما حقی رو که میدونید، حقیقتی رو که میدونید، واقعیت درستی رو که میدونید اون رو بیایید پنهان کنید یا به اصطلاح ابرازش نکنید، اون رو نگید. چرا؟ چون من از مردم میترسم یا چون مردم از من احتمال داره ناراحت بشن. همین به اصطلاح سوء برداشت ما که مردم شاید ناراحت بشن ما سکوت میکنیم، این سکوت خود به خود یک نوع اهرمی است و یک نوع نیرو میده به منتشر شدن بدیها و زشتیها و کمرنگ شدن خوبیها در جامعه. جناب دکتر، ما به عنوان سوال آخر در این برنامه ازتون بپرسم، چون ما شاید کمتر از 10 دقیقه تا آخر برنامه فرصت داریم و ادامه موضوع رو موکول میکنیم ان شاءالله به برنامه بعد. در بحث تاکیدهایی که در آیات هم جناب مولانا اشاره کردن، هم شما و هم تاکیدهایی که در روایات و احادیث هست، خب بدون شک امر معروف و نهی از منکر از مهمترین مواردی که یک انسان مسلمان باید حتما این فریضه رو انجام بده. اما بعضی وقتها شنیده میشه که بعضی از عزیزان میگن که ما خب علم کافی نداریم، تواناییش رو نداریم. آیا این میتونه دلیلی باشه برای ترک کردن این عمل و یا اینکه آیا شرط هست که حتما کسی باید عالم باشه یا حالا برای تعابیر مختلفی باید حتما دعوتگر باشه یا باید حتما مولوی باشه، نمیدونم داعی باشه که بتونه فقط دعوت بکنه یا نه؟ این یک وظیفه‌ای است که برای کل خواهران و برادران مسلمان هست، حالا در هر درجه از علم که قرار دارن. مختصر بفرمایید. امر معروف و نهی از منکر شرط اساسیش اون ایمان هست و اون دلسوزی. منی که تو بازار میبینم کسی کار زشتی میکنه، یه پوشش نادرستی داره، نمیدونم ربا میخوره، رشوه میده، یا یه کسی رو میبینم که نماز نمیخونه، این رو بگم بیا نماز بخون، آقا رشوه نگیر، آقا این کار بدا نکن، آقا دروغ نگو، آقا بیا این کار درست رو انجام بدیم، بیا این راه رو درستش کنیم، بیا این کار درست رو انجام بدیم. این که دیگه علمی نمیخواد، یک دل به اصطلاح یک فرد دلسوز میخواد، یک نوع ضمیر زنده میخواد. بله یه مواردی هست که بله موارد تخصصی هست که خب اون جانب خودش رو داره. منی که خودم به اصطلاح قرآن خوندم بلد نیستم، کسی قرآن اشتباه میخونه، خب من نمیدونم که اشتباهشو بگیرم، اما وقتی که بلد باشم خب باید هم اشتباهشو بگیرم. در موردی که من فقط یه موضوع رو، یه آیه رو، یه حدیثی رو بلدم، خب اون یه حدیث رو من که میدونم، اون آیه رو به دیگران ابلاغ میکنم. اما در مسائلی که به صورت نمیدونم، بله من در اون مسائل دخالت نمیکنم. پس امر به معروف و نهی از منکر ربط دادنش با علم به معنای تخصصیش اشتباهست، بلکه باید اون رو ربط بدیم به یک دل و یک به اصطلاح ضمیر آگاه و وجدان بیدار. جناب دکتر، من از شما خداحافظی میکنم. ما ان شاء الله حتما موضوع رو در برنامه بعدی با همراه شما و بیاری الله متعال پیگیری خواهیم کرد درباره موضوعات بیشتری که اشاره شد جلوتر، و صحبت پایانی شما رو با بینندگان میشنویم تا برگردیم در داخل استودیو. در پایان برنامه بنده از شما و از شبکه جهانی وصال حق و از حضرت جناب مولانا انصاری محترم که تا این لحظه
تحمل کردید. من اوت کمال تشکر دارم و برای همتون آرزوی سعادت و شادکامی و از همتون التماس دعا. خداوند یار و نگهدارتون. الله یار و نگهدار شما هم باشه. جناب مولانا، در لحظات پایانی برنامه دوست دارم که ما در این برنامه فقط به این حد رسیدیم که از آیات و روایات فقط اهمیت موضوع رو مطرح بکنیم، یعنی چیز دیگری فرصت نکنیم که در اصل موضوع وارد بشیم و صفات دعوتگر و اسالیب دعوت و گروه هایی که مورد دعوت قرار میگیرن، شکل های مختلف چگونه با هر کدوم از این برخورد بکنیم، که انشالله این قول از شما میگیرم در برنامه بعد با ما همراه باشید که از تجارب شما در این زمینه استفاده بکنیم و در این باب بیشتر صحبت بکنیم، در باب امر معروف و نهی از منکر. من دوست دارم که در پایان توصیه شما برای عزیزانی که شاید تا به حال کمتر به این موضوع اهمیت دادن، امر معروف و نهی از منکر. خیلی از عزیزان هستن که به خودشون خیلی توجه میکنن، به خودشون خیلی میرسن، یعنی مواظبن که در التزام به سنت های رسول صلی الله علیه و سلم، پایبندی به فرائض، در ترک منکرات، در امتثال معروفات و اون چیزی که معروف است. اما زیاد شاید تا حالا یا فکر میکردن که این یک امر شخصی هست، یا شاید فکر میکردن که مرتبط به اونها نیست. بعد از اینکه این همه آیات و روایات مطرح شد، حالا قصد دارن که شروع بکنن، قصد دارن که حرکت بکنن. شما توصیه شما به این عزیزان چی هست و اولویت هایی رو که در چند دقیقه، فقط 2-3 دقیقه برای این عزیزان دارید؟ من برای دوستا و عزیزا ایر به طور خلاصه و فشرده که سوره مبارکه عصر، الله سبحانه و تعالی میفرماید والعصر ان الانسان لفی خسر. وقتی خداوند با این همه عظمت و بزرگی قسم یاد میکنه که ان الانسان لفی خسر، قسم به عصر که یا عصر نبی کریم صلی الله علیه و سلم یا نماز عصر، و توجیهات زیادی بین مفسرین هست. الله سبحانه و تعالی میگه که ان الانسان لفی خسر، انسان در زیان هست. حالا این خواهر و برادر یک لحظه احساس بکنه که اگر یک شخص برای از او بگه تو مریضی، کشورها رو طی میکنه به خاطر تداوی و به خاطر معالجه و بالاخره در این، چون یک طبیب گفته تو مریضی. الله سبحانه و تعالی میگه ای انسان تو در زیانی، در خسرانی، متوجه باش. و الله سبحانه و تعالی چقدر مهمه، اما راه را بر نشان داده که از این خسران نجات پیدا میکنه. چی کس؟ الا الذین، مگر اشخاصی که ایمان آوردن، که الحمدلله مسلمان ها همه ایمان آوردن، و عمل الصالحات، الحمدلله که عمل صالح هم انجام میدن، که کسی که انجام نمیده باید بشتابه به عمل صالح. نکته بعدی که میگه از خسران و زیان نجات پیدا میکنه، تواصی بالحق و تواصی بالصبر. نکته اینه که ما همدیگر رو توصیه داشته باشیم، همدیگر رو توصیه کنیم. توصیه به حق یعنی اون لحظه‌ای که یک مسئله برای ما واضح و آشکارا میشه که این حقه، از جانب الله سبحانه و تعالی، این تاکیدات رسول الله صلی الله علیه و سلم، این دستور شرع، برای هم دیگر بفهمانیم. چی پدر چی پسر. شما ببینیم پدر حضرت وقتی که حضرت نوح فرزند خود متوجه میسازه، وقتی فرزند حضرت ابراهیم پدر متوجه میسازه. پس بنابراین توصیه باید به هر حال بشه. اگر زن هوشیارتر و آگاهتر در مسائل دین، شوهر متوجه بسازه، شوهر آگاهتر همسر متوجه بسازه، اولاد آگاهتر پدر. بالاخره در این قسمت تواصی بالحق و تواصی بالصبر. من برای بینندگان عزیز و گرامی همین نکته اشاره میکنم که اگر نمیرسید هر روز درس تفسیر داشته باشید و تفسیر بخوانید، همین هر روز صبح صبح سوره عصر تلاوت کنید و تفسیر بردارید، نگاه کنید. اگر به زبان، به هر زبانی که، چون بیشتر صحبت ما بر برادرایی که فارسی زبان هستن، صحبت ما به اونهاست، تفسیر بردارید به زبان خودتان، به زبان فارسی. و بالاخره تفسیرهای امروز تفسیرهای معتمدی داریم. هر روز سوره عصر بخوانید که الله میگه انسان تو در زیانی، ولی از این زیان چگونه نجات پیدا میکنی؟ که ایمان به الله داشته باشید، عمل صالح انجام بدید، توصیه به حق داشته باشید و توصیه به صبر داشته باشید. الله سبحانه و تعالی همه ما از این خسران و از این زیان نجات بده و ایمان کامل و عمل صالحی که و عملی که موافق به کتاب الله و سنت رسول الله باشه. و همچنین الله سبحانه و تعالی برای همه ما توفیق بده که توصیه به حق و توصیه به صبر داشته باشیم. ان شاء الله که ادامه برنامه باز هم اگر عمر باقی بود در خدمت شما، چون برنامه باقی ماند و ادامه پیدا کرد،
در خدمت شما قرار خواهیم گرفت. موفق و پیروز و سرفراز و سربلند باشید. از جناب استاد سلیمانی عزیز و از جناب استاد بزرگوار دکتر عمرای عزیز حفظه الله و از همه شما بینندگان عزیز و گرامی تشکری می کنم. موفق و پیروز و سرفراز و سربلند باشید. تا برنامه بعدی، خدا حافظ و نگهدار شما. خیلی ممنونم، تشکر میکنم از شما و همچنین از همه شما بینندگان عزیزی که تا این لحظه برنامه خودتون یاری فرمودید. الله یار و نگهدار شما.